سلام و درود به یکایک شما تماشابینان عزیز. لطفاً در چت یوتیوب بنویسید که صدای ما را خوب میشنوید و صدا به شما خوب می آید. لطفاً دوستان عزیز می گفتید که صدای ما را خوب میشنوید. گفتن که صدا خوب است. با نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، سلام و درود به یکایک شمایان تماشابینان عزیز گرامی. خوش آمدید به برنامه گفتگویی که با شما خواهد شد. امروز با کمال میل موضوعی را بررسی خواهیم کرد که داغ روز است و زخم جامعه است و جامعه تاجیکستان طول سالها که از این زخم رنج می کشد. این دردی است که طول سالهاست دوای خود را نیافته است. این رنج است که طول سالهاست ما را رنج می دهد و مردم تاجیکستان طول سالهاست جستجو می کنند دوایش را نمی یابند و طبیب این دواها یک طبیب ظالم است که دوایش را می داند، دارویش را دارد، در کیسه دارد، لیکن در تاجیکستان 10 میلیون بیمار این درد هستند، از این درد رنج میکشند، لیکن ان همان طبیب ظالم دارو در کیسه اش است و مردم رنج میکشیده از این درد او دارو را نمیدهد. این رنج بیبرقی است، این درد بیبرقی است و این دارو هم برق است. برق در کیسه منصبداران ما، برق در کیسه امام علی الرحمن. تماشابینان عزیز، امروزها در 70% اهالی کشور در خاندانشان برق نیست. لیمیت برق جاری است. لیمیت برق یعنی چی؟ خواهی هم همین، نخواهی هم همین، زورت آیدم همین، سرت خم باشد همین، دادگویی هم همین، وایگویی هم همین، 3 ساعت یا 4 ساعت برق تمام و سلام. یعنی لیمیت برق مضمونش همین است. یگان اعلان هیچ کس نمی کند، شما را کسی باخبر نمی کند، کی خواهد می کشد، کی خواهد برق را فروزان می کند. خودش شاه است، تبش وزیر است و این تاجیکستان است و پرزیدنت تاجیکستان امام علی الرحمن است. فکر میکنید در خانه امام علی الرحمن هم لیمیت است؟ نه. در خانه منصبداران لیمیت است؟ نه. در خانه شهرنشینان لیمیت است؟ نه. در مرکزهای ماموری هم لیمیت است؟ نه. لیمیت در کجاست؟ در خانه 70% اهالی کشور، در روستا و دهات کشور. یعنی ان همین 70% کشور به خاطر 30% اهالی کشور باید رنج کشند، باید عذاب بینند، باید مرده زندگی کنند. یک شبانه روز اگر 24 ساعت باشد، باید 15-20 ساعت این مردم باید شب تاریک باشد، تاریکستان باشد. همین که آفتاب غروب کرد، تاریکی
در خانه تاجیک حکم فرما می شود. خواهی هم نخواهی هم برق نیست. بعد از آن که آفتاب غروب کرد یک چند ساعت فرصت کردی فرصت نکردی برق خاموش می شود. خانه تاریکستان ظلمات در ظلمات شب را سحر می کنی. مشت را به تاریکی می زنی. یعنی باید تو نه تلویزیون تماشا کنی، نه خبر تماشا کنی، نه خبر ببینی. همین بس است که یک دو سه رقص و پرتای جنابت رو ببینی، با گرد و اطراف شنگی بودگی ها رقاصه ها، تمام رسالت همان روزت به پایان میرسد و تو باید خواب کنی. خواهی هم خواب میری، نخواهی هم خواب میری، چون که ذریعه او بابتره کار میکردگی روشنی دهنده ها هم تو همون بطره تمام شده نشست. چرا؟ برای آنکه پیشوا همین خیل میخواهد مردمش زندگی کند. بدلی پیشوا میخونجد که پیشوا رو بینید، پیشوا رو، همین پیشوا غمخوار و خردمند نجات دهنده سیاره بدلش میخونجد که 70% اهالی کشورش در تاریکستان زندگی کند. یک روز نه، 2 روز نه، 1 هفته و 2 هفته نه، 1 ماه و 2 ماه نه، 1 سال و 2 سال نه، 10 ساله ها در دل خاک کشور جهان همین را گفته باور کننده نمی شود. چندین سال باز من در مسافرتم در چند کشور جهان بودم، یگان ملت را باور کننده نتونستم که در تاجیکستان برق نیست. لیمیت برق هست. در یک شبانه روز ما فقط 2 یا 3 ساعت در عصر 21 برق داریم، خلاص. هیچ کس باور کننده نمیتونید. نخواد میگوید این خیلی ممکنه عصر 21 بی برق چه خیل. اما در تاجیکستان ممکن است. انا همه خیل زندگی رو به مردم دادن. بدل پیشوا خیرتمند نجات دهنده سیاره بدلش میگنجد که انا همین احوال مردمش رو دیده استد. خانه خودش روشن، در یک خانه خودش شاید 500-600 چراغک ها فروزان باشد. تا حولیش 80-100 چراغک شاید فروزان باشد. چراغک هایی که در حولی رئیس جمهور فروزانش شاید به 1 دهه تاجیکستان برسد. اگر اهل اولادی رئیس جمهور خانه هاشون چراغکاش شمارید، شاید به 1 شهرک برسد. بدل اینها میگنجد ان همین احوال مردم رو خر 1 روز گفتند، یگان شرایط های تکنیکی به میان آمد. 2 روز گفتند، یگان حالت های صدمه‌ای به میان آمد. 1 هفته گفتند شاید یگان تاجیکستان را تروریستان مرکز های برقدهی اش را زد میده کرد، یعنی طول 1 هفته شاید برق نشود. نه، در ما 10 سال به سال برق را نمیبینیم. ما همین که زمستان درآید تاجیکستان تاریکستان می شود. حالا زمستان ندر آمده، انا همین تیر ماه را روبرو شدیم. آمادگی به زمستان. آمادگی به زمستان یعنی چی؟ آمادگی به زمستان یعنی این است که آمادگی به تاریکستان. خودش شبهای زمستان دراز است. قریب از 3-4 حصه
شبانه روزی شب است، باز این شبها ظلمات، برق نداریم در عصر 21. باز به این که گناهکار میدانید؟ تاجیکستان برق ندارد. کی گناهکار؟ پرزیدنت؟ نه. حکومت؟ نه. شرکت برق تاجیک؟ نه. الکتریسیته؟ نه. شاید نیروگاه‌های برقی آب روغن، دریاها خشک شدند و از کار ماندند. این یوسفی زمان در خوابش شاید دیده باشد که یوسفی زمان که میدونید همین امام علی رحمان شاید در خوابش دیده باشد که در زمان رئیس جمهوری یوسفی زمان امام علی رحمان تاجیکستان برق را نمی بیند. بعد از سر آن تاجیکستان فروزان می شود و اصلا دیگر تاریکی را نمی بیند. شاید همین خواب را دیدگی باشد امام علی رحمان مثل حضرت یوسف. و شاید دریاها خشکیده باشند و دیگر به آبانبارها آب نمی آید و چرخه های نیروگاه های برقی دیگر نمی چرخد در تاجیکستان. چی باید کرد؟ همین طور هست؟ نه. پس کی گناهکار که در تاجیکستان برق نیست؟ مردمی تاجیکستان گناهکار هستند. این گپ رو کی گفت؟ کی گفت که مردمی تاجیکستان به نبودی برق خودی مردمی تاجیکستان گناهکار هستند؟ من نگفتم. محیدین کبیری گفت؟ نه. علیم شیرزمانوف گفت؟ نه. تیمور ورقی گفت؟ نه. یا شاید این رهبر نوی گروهی 24 دلشاد شریفوف گفته باشد؟ نه دوستان. حکومت گفت. حکومت. ناظر یادگاری رهبر دفتر مطبوعاتی شرکت هلدینگی دولتی برق تاجیک در نشریه جمهوریت اعلان کرد که با عیبداری مردم لیمیت برق جاری شدگی است. با عیب مردم، با جرم مردم، به خاطر آنکه مردم پول برق را نمیدهند و برق را میدزدند. از خودم نگفته شدم، نشریه جمهوریت را ببینید. برق را پولش را نمیدهند و برق را میدزدند. در تاجیکستان لیمیت برق جاری است. اوی ناظر جان یادگیری میگه اوی مردم، برق این محصولات است. چی گفتنی گپش است؟ این گفتنی گپش است که پیسته را با بازار برآورده میفروشید که ما هم مثل انامین. برق محصولات است. یعنی چی؟ پول شما به برق نمیرسد، ما به خارجه میفروشیم. شما نغز پول نداده استادید. مضمون گپش همین است. برق میگوید که ناظر جان یادگاری برق این محصولات است. محصولات یعنی چی؟ یک چیزی که به بازار میبری میفروشی. یعنی گفتنی گپش است که برق این محصولات است، به که خواهم میفروشم، به که نخواهم نه. خودم شاه تابم وزیر. این خیلی هم میشود مضمون گرفت. برق محصولات است یعنی چی؟ یعنی اینکه پول برق را مرده بدهید، بر زیادتی بدهید. اکنون شما نگاه کنید. میگوین که
پول برق رو مردم نمیدهد، یک. برق رو مردم میدزدد، دو. بله، پول برق رو مردم نمیدهد، یک. برق رو مردم میدزدد، دو. به این که گناهکار میگوید های گوود را بسته مانو، همسایت را گوید گم شود دزد نکن، یا دری اوغلت را بسته مان، دری اوغلت را بسته مان، قلف کن، کادوی چند خیل زن که دزد در آمده گوید را گرفته برود، بعد همسایه را دزد نکنی. ناظر جان یادگاری، شما به جای آن که مردم را دزد کنید، مردم را دزد برق عنوان کنید، مردم را بگویید که برق را میگیرد و پولش را نمیدهد، شما این اوغل برق فروشیتان را، برقداریتان را فرض کردیم انا همین برق گاو شماست. یک طرز نگاه بینش را به میان بیارید که برق دزدیده نشود، پول برق نداده نماند. های شما در کجایید؟ عصر 17 18 14 13 12 شما در کجا زندگی میکنید؟ در این زمان معاصر اگر در این زمان تکنولوژی یک بار به گرد و اطراف به کشورها سفر کنید، یک بار بیایید اروپا، من مهمانتان کنم، یک گرد و اطراف بینید که برق دزدی چه خیل میشده است، برق را دزدیده میشده است یا نمیشده است. پول برق نداده زندگی کردن میشود یا نمیشود؟ یک بار بیایید مهمانتان کنم ببینید، اوی شرمندگی از این بدتر نمیشود. این گپ چه خیل میگوید شما؟ اگر مردم برق را دزدیده توانست، این مضمون آن را دارد که شما از تکنولوژی حاضر زمان بیخبرید. شرکت هلدینگی دولتی برق تاجیک به تکنولوژی حاضر زمان مجهز نیست. انا همون حساب کنک های ماندگیش، حساب کنک های کارناشایمند، حساب کنک های چی میگوید رقمی نیستند، یعنی صفروای تکنولوژی پیوست شدگی نیست، حساب کنک های الکترونی نیستند. های مرد که خوب، انا همین خانه من برقش از مرکز برقدهی اداره می شود. از مرکز برقدهی. مثلا من به همین خونه کوچیده آمدم، فرض کردیم شرطنامه بستم، به همین خونه کوچیده آمدم، برق خاموش است. من باید به همین شرطنامه خونم رو گرفته روم به مرکزی برقدهی، شرطنامه بندم با آنها. همین که شرطنامه رو بستم، امضا کردم، امضای من به داخلی اداره الکترونی وارد شد، به من SMS می‌باید برق خانه فروزان شد. از همون شده. انا همون اداره الکترونی، انا همون کامپیوتر برق ما رو فروزان میکند. همین که پول رو ندادم برق ما رو خاموش میکند. یک ماه دو ماه میپاید آگاهی میفرستاند، مکتوب میفرستاند، بعد یک مکتوب جانان میگوید که شرطنامه ویران شد از جانب شما و ما این شرطنامه رو یک جانبه قطع کردیم. اکنون باید شما دوتاز کنید، از نو شرطنامه بندیم. تا شرطنامه نو بستن، تا همین دوباره رفتن و عرضه دادن و شرطنامه بستن، خانه من بی برق میموند. شما در کجایید؟ در کدام عصرید؟ در کدام عصر زندگی میکنید؟ از این میبرد که گاو شما حیده است، صاحب ندارد.
به صاحب دلخواه کس می‌دزدد، به کسی فورت می‌دزدد، خصوصا برق در تاجیکستان. همه چیزی ضروری همین شب روز همین خیلی موندگی باشد بی نظارت کی نمی‌دزدد؟ با کی در کار نیست؟ برق همین بیکارچی ایستادگی با کی در کار نیست؟ بی نظارت. چند تا کورساوده شما کارمند الکتریسیته کردگید، خانه به خانه میگردد، خانه به خانه. در عصر معاصر، در این زمان معاصر الکتریسیته خانه به خانه این خیلی گپ وجود ندارد. اکای یادگار این خیلی گپ ادا آمین کنیسیت خاطر جمع ادا این گپ. کارگری الکتریسیته خانه به خانه، دفترچه در دست، پرزیدنت امضای حکومت الکترونی رو کردگی، حالا خانه به خانه کارگری الکتریسیته دویده گشته. یکی ببینید به همون سیمچوب ها به کوکتیک میگوید چی میگوید، به همون آهنهای پشت بزدگی برآمده ایستاده است. سیمینه برام پولی چیره نداده است. این بمیرید شما شرمنده ها. عصر 21 است، زمان حاکمیت الکترونی است. دو کارگر از همون یک مرکز ماموری ایستاده تمام یک نوکیه رو میتواند برقش رو اداره کند. یک شهر 3 میلیون نفره رو یک مرکز برقدهی تمام برقش رو، تمام خانه هایش رو برقش رو اداره میکند. مثلا خانه شما از 2 خانگی عبارت است، یعنی فرض کردیم کوارتیر شما 2 خانگی حساب، بس تجهیزات الکتریکی خانه شما به حساب گرفته می شود. به ان همین مقدار شرطنامه میبندید، به همین مقدار به شما از همون مرکزی برقدهی ایستاده، به همین مقدار به شما به همین قدر کیلووات در یک روز صرف میکردگی برق داده می شود. از این زیاد برق صرف کنید، اتومات میپرتوید، همون چیزی مخصوص میپرتوید. 2-3 بار این خیلی کنید، به شما مکتوب میباید یک بار به ما حساب کنه که برقتون رو یک بار گزارش دید که بعضی از شبهه ها نسبت شما پیدا شد که برق را از همون شرطنامه کردگیمون اضافگی علاوگی استفاده برده ایستاده اید گفته. مرده 2 دست پیش بر ورقه گرفته میری. خودت به پای خودت، کارمند الکتریسیته نمی بیاد پیش تو، خودت میری از همون جایش میبیند که تو چقدر برق صرف کرده ایستاده ای. گاز هم همین طور است. شما خودتون آزوده تامین برق نمیبرید، شما خودکتون آزوده الکترونی کردن سیستمی برقدهی نمیبرید، بعد خانه به خانه مردم قیچی انبوبچه در دست میگردید. پول برق دادی ندادم کنی دفترت من کشویم. در یک برنامه دیگر یک همینجا یک نفر برآمد کردن، گفتن که میبیاد تو قرضداری، قرضم از کجا نمیدوند. برای چی؟ برای اینکه شما حالا هم بیروکرات کاغذبازی و روز خبر شد که رئیس جمهور فرمان داده است که باید سیستمی پرداخت غیر نقدی
و حکومت الکترونی هرچی زودتر در تاجیکستان جاری کرده شود. سیستمی پرداخت غیر نقدی یعنی بی پول توسط الکترونی از کامپیوتر وارد میشه، از حسابت میگذرونی. تمام. در اروپا چه خیلی است؟ در اروپا به همون صحیفه مخصوص صحیفه داری، صحیفه یعنی برق دهی، تامینی برق، اکاونتی برق داری. همونجا آخری ماه حساب میکنن که تو چقدر صرف کردی، پولش رو میبرن، یا اینکه هر ماه یک سومه معین رو چی میکنن که تو از وای زیاد صرف کردن نمیتونی و در آخری سال اگر کم صرف کردگی باشی پولت رو برمیگردونند. همین یک کویر کد میفرستونند، 4 کنجه کرد هم تو کرده تلفن رو میداری، از تلفنت پول پرداخت میشود. تمام. دیگه گپ نیست. دیگه الکتریسیت پیشتون نمیبیاد. همین قدر گپ. انا همین کاره امامعلی رحمان با کماندش به سویت به برق در تاجیکستان جاری کردنی است. یک نفر میگن من گپ زدنیم، گپشون رو گوش کنیم با ادامه میتیم. تاجیک قبول کن گپ زنید. برفتن. خوب دوستان عزیز، کسانی که میخواید در برنامه صحبت کنید توسط لینکی که در اپیسانی گذاشته شدگی است توسط آن وارد شوید و میتوانید نظرهای خود را بگویید. از مدیراتوران خواهش میکنم که لینکی که در اپیسانی گذاشته شده است بگیرید، به چت یوتیوب مانید تا اینکه مردم آسانتر بگیرند و توسط لینک به برنامه وارد شوند. حالا من اینجا رقم واتساپ رو هم میمونم. رقم واتساپ کجایی؟ من همین انشالله رقم واتساپ است. رقم واتساپ رو هم موندم و توسط دوستان به چت یوتیوب علاقه لینک رو موندند. دوستان مدیراتوران سلامت باشید، برکه یابید. تشکر به شما، همین خیلی فعال باشید. میتونید توسط واتساپ زنگ زنید و میتوانید به استودیو وارد شده سخنرانی کنید. حالا نگاه کنید دوستان عزیز، اکنون به کجا میبینیم؟ با باور اینکه ناظر جان یادگاری مردم تاجیکستان را دزد میکند، میگوید که شما سببگارید، که شما گناهگارید که برق در تاجیکستان نیست. بیایید این خیل کنیم، از بحر همین برقی میدادگی برای همین راهش هست. فقط به این تاجیکستان حکومت باید راضی باشد و جنبه های قانونیش را دیده براید که به مردم اجازت داده شود که مردم برقش را خودش تامین کند. یعنی چه خیل؟ نگاه کنید. حالا ما نیروگاه برق آبی روغن ساخته ایستاده ایم. میگویند که نیروگاه برق آبی روغن به 6 میلیارد و 200 میلیون دلار ساخته می شود. به 6 میلیارد و 200 میلیون دلار. و اگر هر سالی که به تأخیر افتاده می شود، باز هر سالی به تأخیر افتاده شدن ساختمان نیروگاه برق آبی روغن 1 میلیارد دلاری دیگر صرف می شود. و بیایید ما انا همین 6 میلیارد و 200 میلیون دلار رو حساب میکنیم. تو به انا همین روز تگی 4 میلیارد دلار به نیروگاه برق آبی روغن پول صرف شده است. از برق خبر نیست. 4 میلیارد دلار پول مردم صرف شده است. الکی
قرضو بردارک کردگیم، یورو بوند فروختگیم با $500,000,000. علاقه سال 2025 اومده درآمد در مورا کوف سال 2025 ما در سال 2025 این $500,000,000 رو با 7% پرسنتش فایزش باید برگردانیم. آخر سالش نمی سال 2025 است، باید برگردانیم. اکنون شما نگاه کنید، قرضدار افغان شده رفته شده، همین $6,200,000,000 که به نیروگاه برق آبی روغن صرف میشد. فرض کردیم که ما همین از بحر نیروگاه برق آبی روغن برآمدیم، نساخته بودیم، تماما یک سنگ به نیروگاه برق آبی روغن نمونده بودیم. به $6,200,000,000 میدونید چیکار کرده می شود؟ فرض کردیم در تاجیکستان 10 میلیون اهالی است و فرض کردیم تگی هر یک بام یعنی در یک خانه 4 نفر زندگی میکنند، پدر مادر و 2 فرزند، حالا که اکثریت 4 فرزندی 5 فرزندی دارند و بگذار ما بسیار چی نمیکنیم، بگذار در تاجیکستان 2.5 میلیون خوجگی هست، باشد همین 2 میلیون خوجگی هست یا نیست، فرض کردیم بگذار 2.5 میلیون خوجگی است، انا همین $6,200,000,000 به هر یک سری خوجگی دوستان عزیز 2,480 یوروگی میرسد. 2,480 یوروگی. به این 2,480 یورو یک خوجگی یعنی یک خاندان میتوند هم پنل آفتابی بالای بامش نصب کند، هم چرخه از حساب شمال برق استحصال میکردگی. من $240 نگفته شدم، حالا پنل های آفتابی به $100 هست. چرخه های از شمال برق استحصال میکردگی به $200-300 هست. مکسیموم به $500 مینی انامین پنل های آفتابی شمالی رو، پنل آفتابی و چرخه شمالی رو به $500 میتونی نصب کنی در خونه‌ات. نادرست میگم؟ کردگی ها هستن. گپ درباره بسر هر یک خاندان 2,480 یوروگی می رود. میدونید؟ همین به 480 یوروش می توانید نصب کنی و تلویزیون خونه‌ات مثلا گریم بعضی از همون برقت کار کند، تلویزیونت کار کند، بعضی چیزهای دیگرت کار کند، مثلا گریم کامپیوترت کار کند فرض کردیم. لیکن به $2,500 بهترین به $1,000 بهترین پنل آفتابی، به $1,500 میتونی چرخه از شمال برق استحصال کنی را نصب کنی و تمام تجهیزات خانه‌ات بهار و زمستان کار کند. تمام تجهیزات خانه‌ات بهار و زمستان کار کند به تمام. به برق نیاز نداشتگی باشی. به برق شرکت برق تاجیک تماما میتونی نیاز نداشتگی باشی. باز دیگر پولی برق ده، سیم چوب خر، سیم کشیده بیار، این خیلی گپا از بین می رود. در بعضی از کشورها مثلا در مالزی همین خیلی است. دولت به خانه های استقامتی یعنی چسنی دمه برق نمیدهد، برقش رو خودش تامین میکند. از دولت هیچ امیدواری هم نیست، یگان چیز نیست، میگیرد برقش رو خودش تامین میکند. میشود است که 2,480 یوروگی میرسد. انا همین $6,200,000,000 که $6,200,000,000 که ما به نیروگاه برق آبی روغن
صرف میکنیم و بعد گارانتی نیست، کفالت نیست که برقدار میشویم یا نه. ما دوستان عزیز، نیرو بعد از به استقلالیت رسیدن، حالا این گپی نادر جان یادگاری باز به یادم آمد، بعدی به استقلالیت رسیدن ما نیروگاهی برقی آبی سنگ توده یک ساختیم، سنگ توده دو ساختیم، با یکی دیگرش از یادم برآمد وی ساختیم. حالا دو چرخه نیروگاهی برقی آبی روغونه به کار در آوردیم، برق نداریم. مکسیموم ما از سال استقلالیت تا به همین روز مکسیموم 2 برابر زیاد شدیم، 1 برابر زیاد شدیم. من 5 میلیون بودیم 10 میلیون شدیم. برق نیست. انا برق نیروگاه ساختیم. واهمه با میلیاردها میلیارد. بغیر از این بود 280 نیروگاهی خرد و میانه هم ساخته هستیم، بغیر از این نیروگاه های کلان 280 نیروگاه های خرد و میانه هم ساخته هستیم. اینو حساب نه در سال استقلال. برق نیست. کجا میرد این برق ها؟ برق مگر گاو دیدو است که می دوزدد نادر جان یادگاری کافته میگردد. برق رو دوز دیدین، پول برق رو بدین. شما چی نظر دارین دوستان عزیز؟ ما دوزدیم. آخر برق رو دوزدد هم به برق تامین می شود. تو یابی باید برق از کجا دزدیده شده است در عصر 21 نفهمی و پول برق رو رفته نه رویونی. همین کارناشایی تو است یا نه؟ همین نشان از عهده نابرایی تو است یا نه؟ تا کی ما شما را انتظار شویم که شما یک فراست پیدا میکنید، عقل پیدا میکنید، هوش پیدا میکنید، دانش پیدا میکنید و هم قدم و هم پای همین زمانه بشوید. همین قدر چیز به شما نمیرسد. برای چی مردم تاجیکستان برق ندارد؟ برای آنکه شما هم قدم و هم پای زمانه نیستید. شما شعورتان، تفکرتان، فهمیشتان با همین زمانه سازگار نه. وای نادر جان یادگاری این گپ به شما کی یاد داد که مردم را دزد کنید؟ چی میگوید؟ میگوید که برای چی برق به تاجیکستان نمیرسد؟ برای اون که اگر در زمان اتحاد شوروی همگی 358 کارخانه وجود داشت، حالا در تاجیکستان 3000 کارخانه کار میکند. فهمده شدید؟ اگر توبه کرم در زمان شوروی حالا بیایید همینجا یک توماس گفته که آدم زنگ زد، ناامیدش نکنیم، گوش کنیم که چی میگفته باشه. لبای السلام علیکم اکای شوقت جون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من ایقا شما را سوال بران کنم ممکنه؟ مایلش حالا ما هم
نه که همه سوالام در کارات که جواب ده که هم زیادم کمه هم وقتم کمه. گاب نیست. حالا اکنون او سوالو چه سوال باشه من ترسوندید. همه با فکر شما برای چی این کار اوجه باور کنه من ایروز خما دایا دارم همین زمستان دا سویتا میکشن همین چند ساله که همون پریزیدنت های همین زمستان سویت نداریم با تابستان هم نداریم ریمونت میگن و این همین بهونه سر میشه برای چی همون لشکری ما خپایده همین تیمه داشه گوداکو مردن اوه چی کرونا نشد برای به همین ببرخی برای چی همین لشکری ما خپر همین نخو که زورشون با یک اویله نرسه انا نگاه که اگر لشکری سالم میشد میگفت که چی خیلی تو برق نداری که بیزنس های باوی کدیسه تاکسی همه تاکسی ها سویت قطی شده یه همه شرکت های اولاد هم ارزون هم به پلای سویت های او همه اویله همشون سویتاشون به پلای خود کارخونهاشون خود خونهاشون даже گوخونهاشون به پلای سویت نه که همه باور که یخلش نه بسیار همه میلیسوهای ما همه لشکرش هم میلیسوهای ما همه رنگ ما آدم که در هر منطقه زندگی میکنن خودشان هم داشته باشن یخلش پدر و مادرش نداره اکش نداره سویت ندارن برای چی خپن و فکر شما همین سببش در چه؟ برای اون که همین گوسفند سرش خام بیچاره نمیدوند که یک روز نه یک روز صاحبش کشته میخورد همین یک علف پیشش پرتافت یگان یم داد به مهلت میخورد خرسند گفته چی ها بوگلک گرفته از این طرف آغل به وی طرف آغل دویده میگردد گوسفند همین قدر فیل دارد یگان زبستاف که یگان چی ندارد گوسفند همین کلش خم میسد همین خیل و مردم ما در تن وجودی هستیشان با تمام سختی توب آوردن را عادت کردگی هستند و از جانب حکومت سنجیده شدگی هستند که با بالای این مردم چقدر ظلم کنی توب آورده میتوند این مردم تشخیص شدگی است از سنجش گذشتگی است آهسته آهسته بالایش ظلم کرده از سنجش گذرانده آوردگی هستند و این مردم از این سنجش گذشتگی است یعنی نتیجه این شدگی است که خر کرده سوار شوی هم این مردم اینگیش نمی برود خر که هنگس میزند این مردم اقلا همون هنگس خره از اودش نمی براید انا برای همین امروز ما انا همین احوال رو داریم یعنی حقت رو طلب کنی حقت رو میدهند لیکن ما طلب نمی کنیم ما مثلا گریم در زمانهای پیش از هر عائله جنگاور بود یک دو نفر قربان میشد مثلا گریم فرزند خاندان و نهایت اهل او عائله به یک سعادت می رسیدند امروز ما در چه حالت هستیم به همین جهانبینی رفته رسیدگی هستیم که باید فرزند ما از ابله گریزد از خدمت حربی گریزد خدمت نکند و نه فقط قربان شدن حتی همین 2 سال رفته خدمت کرده آمدن ما میگریزیم فرزندمونه برای چی؟ برای اینکه فکر میکنیم برای اینکه به این خلاصه ما رو رساندگی است که این حکومت همین 2 سال هم عمر فرزندمو بیهوده برباد می شود از او قربانی دادن ندادن بهتر است برای اینکه بیهوده قربانی میتید برای پیشرفت نه سوال دیگر بعد سوال دیگر این همه خدا عمر همه رادیو آزادی را درست کنه همه خیلی دکازات قطعی همش قطعی بروورد نشون داد که انا
бек сабуруш унао бояд додарзодаш буд ки буд сомон айришу ва чандтош миллион ҳайсият қарздор будан ҳамора бахшид ана бо ана унамо барқис тоҷикаш آخه برآمده روی راست دروغ گفته است که ما در افغانستان میگه برق نمیفروشیم که رادیوی آزادی نشان داده است که چه شرطنامه موندگی است چه همین هم که کانکریت نشان میده با خودشون هم اخیلا باز اخبارشون هم نشان میده معلومات میدن که با 25 سال با شرطنامه گذرونده یک مرده که همون برق توجیک باور که دیگه تا درون 50 تا 60 دروغ میگه که ما شرطنامه گذراندگی نیستیم همش دروغه ما آبمون کم شده همین دروغ روی راست چی با یگون دپوتات رادیو آزادی حساب نمیکنیم یگون ژورنالیست تاجیکستان نمیگه که چی خیلی شما اتکاز میکنید که افغانستان در ما شرطنامه نداریم این اوخه شرطنامه تون گذرانده است خودتون گفته است در اخبارات رادیو آزادی نشان داده است افغانستان گفته است با خودتون گفته است که قزاقستان قطعی با شرطنامه کردیم ازبکستان در میفروشه پاکستان در میفروشه قرقیزستان در میفروشه نه اینو من ناظر یادگاری مدیری دفتری مطبوعاتی شرکت برق تاجیک من اینجا میگوید که درست است که ما با شرکت برشنا برای به افغانستان انتقال دادن برق شرطنامه داریم ولی این شرطنامه از ماه می تا ماه سپتامبر رو فرا میگیرد و هنگام آغاز محدودیت برق ما پر در داخل کشور استفاده می شود میگوید آخه دروغ یک ساله اخبارای افغانستان گوش کنه یک ساله داغور کردگیان دروغ آخه همه افغانستان خودش گفته است چی به همین دپوتاتای ما ژورنالیستای ما همین کارا دست نمیگیرن گپ نمیزنن چیز گوانشان خوب شده مالی ایلی بخشی خبر ما همین ژورنالیستای ما 2 سال پیش همین پیام تلویزیون پیام بود ما مسئولین برشن رو پیدا کرده بودیم به یک نفر زنگ زده بودیم و فقط او خواهش کرد که صدایش گذاشته نشود تنها نامش گرفته نشود تنها معلومات گرفته شود گفت که ما در زمستان هم برق میگیریم ما به مسئولی تاجیکستان زنگ زدیم اونها جواب ندادند فقط اونها جواب ندادن تاجیکستان جواب ندادن فقط بعد از چند وقتش اعلان کردند که درست است که تاجیکستان در سرمای زمستان هم به افغانستان برق میدهد فقط این خیلی برق نه که مردم استفاده کنند تنها به این خاطر که همون سیم هایی که برای برق گذراندن در آینده برق فروختن از تاجیکستان اگر نیروگاه برق آبی روغن پر ساخته شود برای برق گذراندن و سیستم برق فرستی انتقال برق پروژه کاس هزار فرسوده نشود ما یک مقدار برق رو یعنی نصب کرده هستیم که تنها به خاطر چی است یعنی فرسوده نشدنی همین سیم ها است حالا که اینجا چند دروغ بله دروغ سرانف نگاه کنه خودشون با ایزو نکشیدن میبروین میگن که این سال چند میلیون دا برق فروختیم افغانستان دا اینجا نه تلک افغانستان دا میفروشن اینجا لیوی دارن همو نخی همو سومت نیست شفایل میشن اینجا دا با لیوی دارن این آشکارش چنقه فروختگیان ازبکستان دا میفروشن و من های ازبکستان دا میفروشن قرقیزستان دا میفروشن بازی با قزاقستان قریده گوار کردیسیان مایلی ایش من گپم در پشت جواب گرفتم دروغ میگن اوخه بله همین خیلی برای چی دروغ میگن همین فایدهش برای که اوخه همه فایدهش برای آن که اگر گویند که واقعا ما برق رو میفروشیم درباره پولش هم باید گپ زنن که برق رو فروختید پولش کنی این مثلا گریم این فلان میلیون پولی شما گفته شدگی این هیچی پول نیست است در فروش برق شما همین میلیون ما میتونیم برق به خودمون دید انا نگاه کنید نیکی همون پول 100%
در شطای خارجه اولاد میرن 100%. بله و پول گشتن نمیبیاید به تاجیکستان به همون حساب های آفشوری اولاد میرود و در تاجیکستان برق نیست. وقتی که دولت ما این پولشوکاش میپرسن افغانستان و چند خواهد او معلومات میتن که ما ارشما همین مقدار ده پول خریدیم، مقصدش با ما را قرضدار نکردیم، ما دادگیم همین قرض. لیکن او پول کجا میره هیچ که نمیدونن. خب یگون به غرض ای همین قرصک زنی اوکی کنوبکای اوکی را جخیدن یگون کار کردن نمیتونن. چشماشون همین قدری موزگوشون خولی این ملح کرده همین رنگی همون گوهی که در گردنش یک بم بستگیه او میگن با همون گوه هم فایده هست شیر میتیه مثلا میگریم این رنگی رحیمی غرمی و یک فایده هست با یک کم بغلو را یوردن میتیه با یک کم مقتل میسوزه. این گردناشون همون بم بستگی همون گلاس رو یعنی یهون فایده نیست. فقط معاش بوجه را میگیرن با عیس دزدی بکنن. من یک تا اوچاسکوی یک بروی پرسیده بودم یک 4 سال پیش بود. گفتم که اکا همین روز شغازن همین اویلی که خود چنقه قسم خورد بسه گودکم گفت قسم میخورم 1900 سمای گفت 1900 سمای هیچ نمیشه میگه. یک تلفنی کنوپش در دستش میگم یک تا تلفن خیلی اکمودا ممکن نیست میگه تلفنای خیلی نابرومت خریدن و همین میگه گودا بچه‌م کلونش در زورا میکنه که دادا یک تلفنم خر میگم من همون پول تلفن همون گودا جمع کردم نمیتونم میگه با میگم همین 1900 سم میگن نمیرسونه میگه اینا می مجبور میشیم اینا این کوری ایرا تغییر میکنیم کوری اورا تغییر میکنیم ایش 200 سم میته اوش 100 سم میته اوچاسکویه اگر میگه همین مقصدش خیلی کاروپسیه اگر همین کور نباشه میگه 1900 سم میگه همین رهپلی من میشه میگه با یک وقت میگه اون کلون میبینم میگه با ارکیستای خمون میگه همون عبیل تیار میکنه میگه عبیل میتی مثلا عدل بیره اون پس میگه ارکیستای خمون پر با همون عبیل تیار میکنه میگه خودمون میگه در یگون چی نمیخریم روزش میشه ولی چون که اولیگ مون نمیرسونه نه که میگه همین خلقی تقاطع کارشون بود میکنه میگه کم تا کیسومون گرمه مقصدش کم در اومد داریم. و یک سوالی دیگه همین استوری کروک سیتی همه میدونه باور کن همین تاجیکستان ای کودکی گوهورش تا پیری 70 سالش هم میدونه همین ارمیایمو همش میدونه که همین کار پستاوا بود چون همین ارمیایمو دلشون برای همون 4-5 بچه نه اوکلا 20 این خیلی سلوچیو چنبورش رگیه پروسه این کراتی بچه گروم که بد کردن برای چی همیو همون دیکتاتور گریبونش نمیخوان که همون روس مورا پاستا و کلیسای بچه دلشون برای همه اکورا در تلویزیون میبینی باور که جگرات مینزه همه اسکرای ما دلش برای همون پگوندارای ما همه او یتیم چشمش تو کرگی و توجیک نیست اصلی توجیک هم دلشون نمیسوزه برای همون مثلا یا جنبش کنن یا گریبونی دیکتاتور خطا یا من نمیدونم رنگی میگه که یا که او توجیک نیستن یا که چون بچه های کروکس که توجیک نیستن یا این رنگی پربوی دنیا ندارن برای چی؟ خواره عزیز برای آن که امام علی رحمان زبون کوتاه روسیه است و تمامی هر یک ثانیه و هر یک دقیقه بقایش در همون کرسی رئیس جمهوری این وابسته به یعنی همون تابع پوتین است برای همین است همین قدر من و تمام رنج و کلفت مردم تاجیکستان هم سببش همین است خواهر عزیز سلامت باشید. حالا همینجا پیش از آن که من برادر فرهاد خدایرف واردی استودیو شده هستند پیش از آن که سخن رو به ایشون تیم یک چیز رو میگم در همین سایت جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان نشریه رسمی نشریه دولتی محدودیت برق از حقیقت تا هنگامه اینجا نگاه کنید اینا کی نوشته این گپا کی نوشته است ناظر جان یادگاری
مسئول بخش مطبوعاتی جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک سنه نشر 27/11 یعنی نوامبر سال 2024 رقم 236 نگاه کنید. ناظر جان یادگاری رهبر دفتر مطبوعات شرکت برق تاجیک به سوال چرا نیروگاه‌های خرد و بزرگ ساخته شدند و محدودیت باقی ماند جواب میدهد. نگاه کنید. میگوید که برای جواب یافتن به این سوال یک فاکتور را مقایسه نماییم کافی است. بیایید مقایسه میکنیم. در زمان صاحب استقلالی اهالی مملکت 2 برابر زیاد شده از 5.3 میلیون نفر سال 1991 به 10.2 میلیون نفر رسید. از سال 2000 تا حال حجم سالانه به استفاده سپردن منزل زیست از 245,000 متر مربع به بیش از 1.5 میلیون متر مربع رسیده است. همین در ناحیه 8 چقدر زمین نزد حولگی از کوهسارهای جاهای آبنور است، دشت‌های خشک خالی دادگی باشه، چه خیلی دادگی باشه در خیلی سود است رفته گرید. این من هم ایستاده است. گرید رفته. اوشتون شود. چیکار بکنم اما دشت خشکه؟ آب نرود در اوجه، برق نباشد در اوجه. چیکار میکنی در اوجه؟ در اوجه یگون شرایط زندگی نیست. چیکار میکنی؟ مکتب نباشد در اونجا. دکتر پلیکلینیکا نباشد، درمانگاه نباشد، دتست نباشد. چیکار میکنی اونجا؟ در همین کشورهای متمدن وقتی که تو یک جا ساختمان خانه برای فروش ساخته نمیشوی، میگوید که اول به اطرافش برنامه ساختنی چی رو بیار؟ برنامه ساختنی یعنی باغچه بچگان رو بیار، درمانگاه رو بیار، اپتیک رو بیار یعنی دارو فروشی رو بیار، جای بازی میکردگی بچه ها رو بیار، مکتب رو بیار کجا به پوشیده میشود، بعد اجازت میتی. در ما بردن یک دشت خشک خالی به مردم متر کرده، متر 600 گفته چین کرده دادن. در اونجا نه آب هست، نه علاب هست، نه مکتب هست، نه دکتر هست، نه سیم هست، نه چوب هست، نه قوه برق هست. همین رو حساب کرده گید ناظر جان یادگاری. اکنون دوامش نگاه کنید. اگر در جمهوری تا سال 1991 دوامش نگاه کنید. اگر در جمهوری تا سال 1991 همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشته باشد، حالا در کشور بیش از 3,000 کارخانه صنعتی با 54,000 جای کاری فعالیت میکند. توبه کرم. متماتیک زورش بینید. اکنون نگاه کنید. تا در زمان استقلالیت همگی 358 کارخانه 33,000 کارگر رو به جای کار تامین میکرده است. این چند نفری؟ تقریبا 90 نفر. تقریبا 93 تا 100 نفره. یک کارخانه تا 100 نفره تقریبا به کار تامین میکردگی. اکنون همین 93 95 همین قدری ده تقریبا. اکنون حالا در زمان استقلالیت 3,000 واهمه رو بینید. 3,000 کارخانه بوده است در تاجیکستان. همگی 54,000 نفر رو به کار تامین میکرده است و خلاص. این چند نفری راست میگوید؟ 17 نفر یا 18 نفر. یعنی یک کارخانه در تاجیکستان 17 نفر یا 18 نفر کارخانه، یعنی همین 3,000 17 یا 18 نفر کارگر دارد. اگر چندین یک 6-7 کارخانه های هست که در تاجیکستان از 300 نفر تا 500 نفر تا 1000 نفر کارگر دارد. تا 2000-3000 کارگردار هم هست. اگر اینها رو به حساب گیریم در تاجیکستان اکثریت کارخانه های تاجیکستان اینها خواجگوی دهقانی یک نفر بیچاره 2 هکتار زمینه به خودش
که خوجگی دهقانی افورمید کرده است حساب کرده است، همین هم اینو کارخانه حساب کرده است. یک نفر بیچاره استرافشنی تراکتورش به همون اپاراتی روغن کشی پیوست میکند، تر 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 روغن میکشد، از نلوک ترسیده رفته خودش صاحبکاری انفرادی یا کارخانه چی کردگی است، هر ماه برای از اداره انداز ترسیده مبادا محکمش نکنند، مردمش اهل اویلش به گرسنگی نمیرد، همون کارخانه حساب کردگی هستند. یعنی اگر این رو به حساب گیریم، اکثریت یعنی تقریبا 2000 کارخانه تاجیکستان یک نفر یا 2 نفر کارگر دارد. حسابی ناظر جان یادگاری و واهمه میکنی یک بار که مایلش چوتی وای دوره سیوز نه این خیلی کرد دایه این خلا میبری 20 این طرف میبری بو چیله اون طرف میبری این خیلی کرد با دهی صدی یکی هزاری کرد حساب نکن. کالکولیاتور دستت بگیر ناصر جان یادگاری، کالکولیاتور دستت بگیر توک 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 زن حساب میبرد، این خیلی شرمنده نمیشی؟ توبه کردم خدایا، این کالکولیاتور دستت بگیر میبری دوک 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 زن حساب میبرد آخر. این اکثریت این کارخانه های گفته ایستادگی، اگر او کارخانه های 500 نفر 300 نفر 600 نفر 1000 نفر یک 18 تا این خیلی کارخانه داری ای حساب براره، مگر اکثریت کارخانه ها یک نفر یا 2 نفر کارگر دارن. اگه تو میخری با 358 کارخانه دارو شوروی مقایسه میکنی، در دوران شوروی انسان بیکار وجود نداشت. یک اکای من خدمت حربی آمد، کمیته محله خدا رحمتشون کند، یک کمونیست غرق بودن، در آخر عمرشون هدایت یافتن، اهل نماز و روزه شده وفات کردن. یولداش مت شادیف به خونه ما اومده در زدن، گفتن خدمت اومد یک مصاب کردیم، جای کار یافتی یا نیافتی؟ تیز جای کار یافت و از جای کارت من به سپراوکه بیار که من جماعت برام گویم که از عسکری اومدگی فلانی جای کار یافت، بیکار نگرد. فهمیدید؟ همین خیلی نظام بود نبود. شما همگی در تاجیکستان 4 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، زیاده از 4 میلیون انتخاب کننده، یعنی زیاده از 4 میلیون ما قوه قابل کار داریم. در 4 میلیون قوه قابل کار شما 54,000 آدم یک طبقه به کار تامین کرده اید و خلاص. فهمیده ایستادید؟ 54 اقلا 100,000 نه، 3,900,000 سرسان سرگردان، خانه به دوش، مهاجر، در به در، بیکار، یک بریده نان گفته جانش به کف گرفتگی است. اوکراین جنگ به گرفته برافته ایستاده است. هر یک دهه 2-3 نفر مرده آمد در اوکراین، مردهش آوردن از اوکراین، مرده گور کردن یا در روسیه گور کردن. در وطن می بود به همین روز گرفتار می شد، در غریبی ها جان می داد. با دعوا رو بینید. 3,000 کارخانه به اینا سویت داده، برق داده ایستادند، وهمه. پیش 358 کارخانه بود، حاضر 3,000 کارخانه به اینا برق داده ایستادند. بعد همین اسرافشنی ها با تراکتورش کتی سلرک ریخته، دیزل ریخته، روغن میکشد. من میدونم برق شما رو استفاده نمیکند. تراکتور، دیویژاک،
برادر فرهاد خدایورف، خوش آمدید به برنامه. دوستان عزیز، برادر عزیز گرامی ما فرهاد خدایورف هم حقوق شناس هستند، هم سیاستمدار هستند و بسیار نظرهای خوب در مسائل سیاسی و حقوق دارند. حالا ایشان را گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم با السلام. شما خوش آمدید کیفر جان برادر. و با کلی بیننده برنامه پیام. روز گپ بسیار تحلیل عجیب کردید وابسته به نفری که وابسته به همون نفری که خود رو یک نماینده بخش توجیه بود. روز گپ مقوله من خوندم، بسیار یک از جهت منطقی عموما یگان منطق نداشت، به خاطر آنکه به یگان چی راست نمی‌آمد و پر از دروغ و خود را شرمسار کردن بود. راستی گپ اگر به شرطی که ما تحلیل کنیم همه باز چطورتر بسیار دروغ‌های آنها آشکار می‌شود. علت بی‌برقی به تاجیکستان معلوم است. سبب اصلی همین است که در تاجیکستان نیروی برق به اهالی میرسد 100%، ولی از سبب اونه که حکومت تاجیکستان، حکومتداران تاجیکستان برای منفعت شخصی خودشان میخواهند که برق را به همسایه‌ها بفروشند و همون فایده را به کیسه خود بیارند. واقعا به افغانستان جای پوشیده نیست که در فصل زمستان برق میفروشند و به اهالی خود برق نمیدهند، به خاطر آنکه قوه 1 کیلووات برق در تاجیکستان 30 درهم باشد و 27 درهم باشد، به افغانستان تقریبا به $1 میفروشند که برابر به 10 سومانی است. یکی از هدفهای اصلی انتقال برق به افغانستان برای نرخ گران داشتن است و اگر ما با گزارش‌های سال 2012 حتی 2008 وقتی سهمیه جمع میکردن، سهمیه از دانشگاه و دانشکده‌ها، از معلمان و از تمام اهالی تاجیکستان برای سهمیه روغن، امالی رحمان با مردم قول داد که ما در سال 2012 گفت که بی‌برقی افسانه می شود، ولی که می‌بینیم که از آن گفتگیش حتی 14-15 سال گذشت، برق افسانه شد و بی‌برقی افسانه نشد. من با اطمینان گفته میتوانم که اگر همین روغن که حالا 2 اگریگاتش که در کار است و کار کرده شده است و الکی باید سیمش به کار شروع کند، اگر همش به کار شروع کند، اینها به مردم تاجیکستان برق نمیدهند. به خاطر چی؟ به خاطر منفعت شخصی خیش و به خاطر آن میدونم که این ملت، این مردم تاجیکستان الکی عادت کردن و منفعت شخصی خیش رو این حکومتداران از منفعت مردم بالا میدونند. برای همین اگر 10 روغن دیگه سازیم، چگونه استاد لوی گفته بود اگر 100 روغن سازیم تاجیکستان باز میماند تاریکستان، همان گونه است. هیچگاه مردم تاجیکستان به امیدی نباشد که روغن ساز می شود و شما صاحب برق می شوید، زیرا کس هزاری که اینا خیلی برادر شوکت محمد یادآور شدن ساختن، حتی اینا در نقشه دارن که برای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان و به تمام همین کشورهای همسایه رو به برق تامین کنند و امکان دارد که این 2 ساعتی که هست باز میماند، به خاطر آنکه اینها
اینها مردم احترام مردم برای اینها به مردم احترام قائل نیستند و عموما در فکر مردم نیستند هیچگاه. تنها چگونه این نماینده شرکت برق تاجیک میگوید میگوید که گویا که هنگامه میسازند از برقی شرم نکرده گپ میگوید، در حالی اون که به همه معلوم است که در تاجیکستان برق نیست و افغانستان 100% میفروشند برق رو و مردم اهالی خشو به برق است، باز نمیشرمند. گویا که مردم چنان به عقل و به فراستند که نمیفهمند که همین نفرات دروغ گفته شدند. در 33 سال حکومت تاجیکستان مردم را با برق تامین نکردنش یکم نشانه ابلهیش است، دیگم نشانه آن است که به مردم احترام نمیگذارد، سوم میداند که مردم برای هر کاری که کند، هر اقدامی که حکومت بگیرد برای مردم در مسئله برق مردم توقف میکنند، یعنی صبر میکنند. من از همین منبر دعوت عمومی میکنم که ای مردم، همه کسا اگر بخواهید که با برق تامین باشید، خسته همه به نزد قصر ملت روید، دعوت کنید که ما رو با برق تامین کنید. اگر از فردایش شما رو تو در دوردستترین دهه تاجیکستان اگر با برق تامین نشد، شما گویید که فرهاد دروغ گفتید. اگر تو از حق خود دفاع نکنید، این مردمی که در بالای کرسی شدگی است، مثلا امام رحمان و دیگر منصبدارانی که خاکزنان و دیگر اینها سر نمیشوند از پولی که به دست میارن و در جیب خود میزنند و در آفشورها و در دیگر بانک ها سرمایه‌گذاری کردن پنهانی. حتی تا 100 میلیارد دلار دارد رئیس جمهور، از کجای بودجه تاجیکستان خودش هسته 4 میلیارد دلار است، از 4 میلیارد 5 میلیارد دلار نمیشود. چگونه یک رئیس جمهور باید در خدمت خلق باشد؟ گویا که مردم کودن بی عقل هستند که نمیدونن که این یکی از نبیره های او میلیاردر است. از کجا است مبلغ؟ از همین فروش برق است، از مناپولی داخلی که بازار تاجیکستان مناپولی کردن با اولادشان عظیمی است. باید ما مردم، ما اگر به شکل خودمون در فکر خودمون نباشیم، خودمون نخیزیم گپ بزنیم، خودمون نخیزیم حق خودمون طلب نکنیم، 100 سال دیگر باز هم که رفتن نگیریم. از این رو باید ما و شما مردمی عزیز تاجیکستان، باید ما و شما در فکر آن باشیم که این حکومت اگر 100 سال دیگر بیستد ما رو به برق تامین نمیکند. برای که من در تجربه که سال 2008 عدد داده بود پرزیدنت، این علاقه سال 2024 است. یگان پیشروی نیست، برعکس شده است. برعکس شده است. خب از این رو تنها و تنها ما و شما یک راه داریم، از هشت رو دفاع کردن و برآمده گرداندن. اگر گرد نزنید هیچ کس نمیاد برای شما برق شما رو به برق تامین کند. دیگه میدونن که برق میگه نه، دیگه مردم خاموش نیستن. و دیگر می شود که با دیگر راه‌ها اگر مردم اهالی خود برق تامین کنند، فقط به آن توسط بطری‌های آفتابی است که میتونن که مردم خودشون تامین کنند با برق، به همه حکومت نباشند. زیرا که حکومت این معلوم است که از عهده این کار نمیبراید. اگر از عهده هم که براید، برای منفعت شخصی خودشان به همه کار آماده هستند، به همه کار قادر هستند که مردم رو عموما یعنی که چی نکنن، گوش نکنن و مردم از برق تامین نکنن. باز هم میگم مردم شریف تاجیکستان اما وقت نترسیده از حق خود دفاع کنید. شما با اون درجه ضعیف باید نباشید که شما در تاریکی دست قوی بشینید و همه دیگه شما رو کسی اون آماده میشه شما با برق تامین میکنن. این گونه نیست است. و همون خاطر
باز از همین دعوت میکنم که همه از حق خود دفاع کنید، نترسید. همین امام رحمان رنگ من تو اوباما یا اینکه سایمون یاسین که در این رمضان که امروز فقط همین نام همین نفرای قدرتی ماشینای مجبور کنید فقط به گوش میرسد، به دوش مردم میرسد، مردم اینها میشناسند، زیرا فقط از این ماشین مجبور کنید استفاده برند. باید نترسید مردم شما. ما نمیگیم که برای جنگ کنید، از حق خود برای شروع برنداریم. تو کی ما دستی استولشید برای بکنیم ما را برخی به همسایه میفروشه، به حکومت طالبان میفروشش و به ما نمیتید با تو با کی فریب میکنی مردم. از این رو مردم عزیز و سربلند تاجیک، مردمی که در طول تاریخ هیچگاه هیچ کس سر خم نکرده به جز امام رحمان، پیش این هم سر خم نکنید. باید همه حکومت روز کنید، با فند و با فریب اینو رودا نشوید، خیلی در پس از حق خود دفاع کنید. وقتی که ما گپ میزنیم ما را میتونه که بگیم که شما خاموش باشین و برای در تاجیکستان زندگی کنین، لیکن به خاطر اون که ما برای برقرار کردن عدالت در تاجیکستان کسی گپ زد زندانش کردن، ما با خارج سفر کردیم و امروز گپ میزنیم که شما این مردم من خودت همه یک جایه باید باشیم و گوش کنیم که کی چی میگوید و همین مقایسه کنیم که چرا که یک نفر در 33 سال یک حکومت نمیتواند بر ده ها مثل نیروگاهی برقی آبی ساخته شده است که از هوا از به هیچی قوای برق استفاده میکند، نه بودجه کشور پیش پر میشود و نه مردم با برق تامین میشود. درباره کارخانه‌های صنعتی 3000 کارخانه 3000 کارخانه است که 54000 آدم جای به جای کار تعیین بوده است. این یک خنده آور است. باور کنید این یک باید همون نامش بود، همون نفری که از برخی تاجیک بود به همون مطلب و مقاله نویسگی اگر دولت مردم طلبی باشد باور کنید همون گازیت در کنجی حرفش پیش میکنن به اوچی نویسگیش. تو با کی مردم فریب میکنی؟ مرد چی مردم خواب میزنی؟ راستی گپ آواز شما نامایشید. اما میگم برای آن که محمد تقویف وارد شده هستند بسیار منتظرشون نکنیم، همین خیل اول برادر محمد گوش کنیم، باز همین خیل صحبت دوام میدیم ان شاء الله اگر روزی باشه. خیلی خوب میشه. محمد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر عزیز، زنده باشید. بفرمایید. امیدوارم که خوب هستید برادر شفقت جان. زنده باشید. زنده باشید. و مردم سربلند توجیک امیدوارم که همه خوب و سلامت هستند. اینجا گپ درباره طلب برق رفته ایستاده است. درست است؟ بله همین خیلی است. از انشالله اینجا امام رحمانوف در طول 33 سال سیر نشدن. این آدم همون سالی که 92 بود 93 بود بعد جنگا پرزیدنتی رو بردوش گرفتن، همونجا همون شکمبشان کنده پرتاختگی هم درون فقط یه اشکم خالی در هیچی نیست. نه اشکامبه پراموی به همین خاطر تا 2050 سال مردک بلند باید نزد و همینجا ایجاد کرده بودیم که دنیا را به کام خود بری ناصری، از پشت پول مردم میلیونری.
بار به یاد بیغمت مردن از نو دنیا را به کام خود بری ناصری از پشت پول ملت میلیونری بار به یاد بیغمت مردن آر به یک درم و دینار از عالم میری امام علی رحمان دروغ گفتن بس پا به لب گور رسید دوا جستن بس فردا به گور تنگ تنها بروی 30 ساله گناه و ظلم را شستن بس امام علی رحمان کنی راغون و برق از فند و فریب تو امیدها شد غرق روز همه مکر و حیله را ترک کنی فردا به گریبان تو گیرد همه خلق بابای حاجی میرزا کنی سهمیه ها از دعوتتان رفتیم هزار سال صدا میره بس هست صدا هست. بابای حاجی میرزا کنی سهمیه ها از دعوتتان رفتیم هزار و صدها افسوس به مکر خائنان داده شدید ترس را شکنید و پرسید از روسیه ها بابای حاجی میرزا از الله ترسید امانت خلق را از رحمان پرسید فهمید کجا صرف پول سهمیه ها بیهوده با خلق کمبغل عهد بستید بابای حاجی میرزا یک 10-15 سال پیش همون وقتا من در شهر سنت پترزبورگ بودم اکای شفقت جان رحمانوف بر روسیه روان کرده بود که مردم یعنی سهمیه خرن برقشان به پول می شود پولی سهمیه ها ده هوایینو برگردانده همین پولی برق زندگی میکنن گفته رفته مردم دعوت کردن و گفتن که شما میتوانین مبلغ گذاری یعنی سهمیه خرین برقتان به پول میشود زندگیتان خوب میشود این 15 سال شد بس کردن 2008 یا 9 بود اکای شفقت جان بله. امروز فردا بعد 1-2 هفته 2025 میدارد این مردم در عصر 21 برق ندارد سبحان الله حاجی میرزایی که ما یک احترامشون میکردیم بهترین شخص بودن امروز من نمیدونم چی با این کس چاپلوس شدن همون قدر دعوت کردن همون قدر عبادت کردن الله یکه و یگانه را برباد دادن این فکری من است اینا با الله میدونه تنها نه که من فهمیدگی هستم که کسی ظالم را پشتیبانی میکند کسی در روی پادشاه ظالم گپ حق را نمیزند باید تمامی حیاتش سوختگی است من در گرجستان حضور دارم اکای شفقت جان پاپای همینا کو پاپ همون ملاهاشون حاجیکش هم ملا میشه امروز برام بودن مردم را نصیحت کردن مردم را گفتن که هیچگاه از حق و حلال خودتان دست نکشید طلب کنید این حق و حلال شما است بله. هیچگاه راهی که انتخاب کردین آزادی را از دست ندهین گفته نصیحت کرد 4-5 ملای همینا پاپاشون انا احترام انا تاکه همه کامنتاریاش من خوندم و از زبان خودشون خیلی زیر میکنه پریواد میشد هم توجیکی نشون میده هم زبان روسی من خوندم یک گپای اونو از داشتن که مردمشون حاجی میرزا 7 سال 8 سال با هیچ کس این خیلی یک بار نگذاشت که رحمت شما با اون پشتیبان یک ظالم شدن اون از مردمشون دیده ایستادن باز میگن رحمان فبونه میکنم جمع که ما هیچی نمیفهمم اکا شوکت جان بعد
اینجا سخنهای شما خیلی برای مردم تاجیک معقول است، لیکن توده افباش 10 سال دیگر گپ زنش نمیفهمن گپ شما رو، اونا قبول هم نمیکنن. فهمیدید؟ همین چی نام داشتن سبحان الله پروفسور که پسی پنجره بردن بگنو شاکر جان حکیموف. شاکر جان حکیموف احسن تشکر برادر شفقت جان. همون مردک برآمد گپی حق گفت، نه رحمانов استعفا داد نه اون گپی پست و بلند داد، زبانش به هم تو گول میگفتید گول. فهمیدید؟ این گپای خوب رحمانov معقول نیست. و کسی که سرش بردارد مردم رو دعوت کند، مردم رو بگوید که شما باید از حق حلال خود طلب کنید زندگیتان به شود، رحمانov برای و پس پنجره میکند. این معنی گپی من چیست اکنون؟ با خوبی با گفتی همون سیف الله که برادر بردن 18 سال به فکرم دادن، کراسافچی گپ زدن برادر محیدین کبیری، کراسافچی گپ زدن بس کند میگو گپی دانی هم مرده گم بود سیف الله کراسافچی گپ زدن بس کردن نکور، باید بردید ظالم مستحکم ایستادن در کار، اینها با پس آمدن در کار نیست کار. فهمیدید؟ اینها رو معنای گپ من چیست؟ گپی خوب کرده اینو نرفتن، این مردم رو بتر ظلم کردن، بتر این مردم رو خار و ذلیل و دربدر کردن. امروز مادر و خواهر تاجیک رو بردن بر مهمان خانه هایی که راست کردن و تمام فحش و فاحشه و عرقخور و شرابخور و آبروی ما و شما رو پس کردن. همه برادراشان و شوهراشان و پدراشان در مهاجرت، اینها مادر و خواهر تاجیک رو آبروش پس کردن. اینها نسل ما رو نیست کردن، اینها از ملت ما نیستن، از دین ما نیستن. اینها رحم ندارن مردمی مظلومی تاجیک با. تنها رهایی از این توده افباش 200 مرد جنگی به از 100,000 200 مرد جنگی رو مسلح میکنه. این توده افباشه که امروز هواپیما در نزدیکی دوشنبه غلطید است، همه تلخه کفن. حالا کجا آمده و غلطیدگی از آن کیست و هواپیمای جنگی. فهمیدید؟ رحمانov 14 تا پمپ کرده است امروز اترسش. پامپرس دیگر کرده است؟ اینها آن همین ضرب یراق و اسلحه که میروند نکن خودی همه دوست همه اون مردم رو یا اون کس نه اون کپی زیوتی زده است. خودتون دیده ایستاده اون دولت یا اون کس اون یا اون کپی زیوتی نزده است. گفتن که رفتن مخالفای همون بشر یعنی خلاص کنه همون دولت رو. نمیخواه که اونا یا اون که کپی پس نزده است. ما هم از کی کمیم مخالفای تاجیک از کی کمیم باید ما هم مسلح شویم. اینو نرفتن، اینو 10 سال دیگر همجا گپای شما که دیدن همین دومی مظلوم تاجیک اونا میگن من محمد تقویفم کشتگی رفقتم بخشش. آنها نمیفهمن زبان تاجیکی رو اکو. چرا نمیفهمن؟ وجودشان کو همه اعضای بدن در رگشون در خونش لقمه حرام انبخیل کردگی است و بدن اونا تازه شدن و اونا باید 30 سال 40 سال رنگی اون گنرالی که بردن پس پنجره کردن بیچاره گویا که انقلاب میکنه. چند سال شد؟ 10 سال شد، همون 15 سال شد، یک دندان نمونده است، همه دنداناش ریخته است. شنام داشت و غفار صدای انا خیلی پس پنجره میبری همونجا هم شاید خون اینا تازه نشود. خون اینا حرام شده که اکا گپ نغز را اینا نفهمند. اینا هزاران طبیب و معلم و دانشجوی و آدمای بسواد در بدر خاک بسر کردن. اینا خودتون میدونید هزاران طبیب گریخ برد از داروهایی که صفتش پس مردم تاجیک داده مردم کشتاسن. تمام جوانای تمام دختر بچه های نرکمن کرده ایستادن. باز میبرن ناشرمیده همون کفالستانش بخشش میبرن تاجیکستان با پیش میگن. من نمیدونم کدام با پیش باشد، نسل تاجیک اینا نیست کرده ایستادن.
یک завод و فابریکه در طول 33 سال نساختند. این مردم رو خار و زار از زمین ها خوابند. بالاش از بالاشون مردمی سگای پوتین گشتند. حتی مادر خواهر تاجیک رو بردن یک عاقل به قبا کردن همونجا. عاقل هم بدتر. اینا کجا پیشوای ملت است؟ من نمیفهمم اکو. مگر پیشوای ملت وعده کرده بودو، تافگان خورده بود که اگر یک تاجیک در پاش خار خلد من خوابم نمیبرد. سبحان الله امروز برآمد است هزارها تاجیک به دو چشمش میبیند خاموش است. اینا کی پیشوا مونده است؟ من نمیدونم. همون شیر مادرش هم حیف کرد اکو. همون وقت میگفت که با همون شیر خری دشت قیبچاق تافگان میخورد، امروز ما هیچی نمیگفتیم. اگر این دلش مادرش می‌مزد، اگر این دلش مادر خواهری تاجیک می‌مزد، سبحان الله امروز این مردم رو دیده خاموش نمی‌ایستاد که. فهمیدید؟ آدمی که دلش برای مردمش می‌سوزد هیچگاه خاموش نمی‌ایستاد، هیچگاه خواب نمی‌ایستاد. با من میبرم میگن که چرا امام علی رحمانوف دشنام میکنی؟ من دشنام نکردم امام علی رحمانوف. من گفتم که رحمانوف باید سلام کردن در کار حماقت یک دست شده. امروز اون مادر خواهری تاجیک میبینن در فاحشه‌خانه‌های دوشنبه نوارش من نشر کردم اکو برده تفتیش کردن که اینا یعنی سپید نباشن، یعنی تاجیکستان جوانمردای سپید یعنی کسلی سپید نگیرد گفته برده اونها رو تفتیش کرده اینترنت و مادر خواهر ما و شما نشر کردن. اینا کجا اینا وطن دوستان اینا کجا؟ سیری مادخای همون بیچاره کار ندارد. رحمانوف کار یابد هیچگاه مادر خواهر تاجیک فاحشه نمیشود. دستش با دستی مردک بیگانه نمیرسونه. نقصی بیکاری اکا، نقصی کمبغلی، نقصی فقیری این مادرها همین کارا با دست میزنند. یک بردن نان یابونو فرزنداشون برند. فهمیده؟ اینا اگر وطن دوست باشن امروز مادر خواهر تاجیک آشکار بلنده اعلام میکنن که اینا یعنی کسل سپید نباشن، اینا تفتیش کردن در کار، باید اینا جوان مردای کسل نکنن گوته آشکارا نوار کردن مقامات امنیت بیناموسش همه نشر کردن. 40 نفر در حصار قاپیدن زنکویا. از دوشنبه دیگر جاش حال حساب نی. به همین خاطر باید ما آشکار فهمون مردم با که اینا در طول 33 سال ما بر رحم نکردن. اینها غم ما رو نخوردن اکو. اینها تنها به خاطر نفس حرامشان، به خاطر بازار گرم خیششان 4 میلیون تاجیک رو در بدر و خاکبسر کردن. از سال 2022 تا 2024 5 میلیارد دلار مهاجرا پول روان کردن. رحمانوف عقل برآمده یک بار تشکر نمیگوید اینها رو. امروز حال اینها رو میبینند و پوتین بچی بالا گرفتار کرد از مردم رو پشتیبانی نمیکنه. این پول مردم کجا برید تو اون 5 میلیارد صرف کرده سی اولادت کتی تمام جای غصب کرده گرفتگی این مردم 4 میلیون در بدر کردگی. اگر خمایلش مهاجر هم میکردی چرا پشتیبانی نمیکنی؟ یک آذربایجان همون سال 2007 بود یا 8 بود یا 6 بود که یادم نیست کشتن 4 روز آذربایجانی ها گرفته گردی مسکو گشتن. برای کسی اگر همین کار فراموش نکرده باشد گوید تطویردیت کنه بودی کنی یک آذربایجان رو کشن نکنم. اگر رحمانوف دلش مردم به مسوق هزارها تاجیک کشتن. دیروز با یک بچه 7 کور زدن می برآمد نامه روان میکرد میگه تو چیکار کرده این شهروند من بالای مهاجرت کرده این مردم رو در بدر و خاکبسر رو غلام کردن. این مردم رو پولش رو میخورد با اولادی پلیدش پشتیبانی نمیکند. این خیلی پیشوا ما لازم نیست این پیشوا یا ما خرای دشت قیبچاق است. تمام ما اینا نه پیشوا میشماریم نه پرزیدنت. تشکر. همین وقتتون نمیگیرم. الله حفظتون کنم. مردمی تاجیک گپای من فراموش نکنید. جای ترس دیگر نیست از این توده افباش. انشالله ما این گروه تشکیل میکنیم برای مبادا در روز برادر شفقت جان یا برادر محمد اقبال یا برادر محیدین کبیری میگرم روز
انقلاب را انیق میکنن که فلان روز باید ما خیزیم از حق و حلال خود طلب کنیم. اون گروه مسلح رحمان و جنایتی کرد بر ضد آنها انشالله تن به تن میبرن مردمشان را حمایت میکنن. زنده باشید. السلام علیکم. سلامت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر زیاد. حالا برادر فرهاد همه جا همراه به یک معلومات نگاه میکنیم. این معلومات رو ببینید. میگوید که ناظر یادگاری میگوید که برق محصولات است. برای آنکه این محصولات تکرارا استحصال گردد ما به آن تامین باشیم باید حق آن را که نسیه داده می شود پرداخت نماییم. دوامش بینید. خاطر رسان باید نمود که دزدیدن برق یک دزدی عادی نیست. به مردم گفته شده است شما دزدید، برق را دزدیده شدید. برق دزدی معنای غارت تمام جامعه، دست خلاندن به کیسه دولت را دارد. یعنی مردم برق را دزدیده شده است و به کیسه دولت دست خسته شده است. انا به همین سبب تاجیکستان برق ندارد. به همین سبب از جهد و تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان رشد هر ساله ساحه و لایحه‌هایی که عملی شدن آنها در مهلت‌های کوتاه‌ترین در مد اول نظر قرار دارند میتوان خلاصه برآورد که سالهای نزدیک نارسایی برق در تاجیکستان در فصلهای سرد برهم خواهد خورد. همین گپ چند بار شنیدیم. همین گپ رو کی باز میشنویم؟ کاشی که همون شنیده شده ولی بهانه میگوید که اقلی تاجیکستان درست است و سبب شهر کلوب و یک افسانه هایی که میگو دولت استریگه باشد همون ساعت کار رو باید نشده مطلب بود اون تفینون رو میکنه هسته ولی برای آبسازی برای تن برای کسی دارید و خود رو صداقت خود رو به اسلام میکنیدن این سوال بنویسن یکان منطق مردم امروز طوری کردن در کار طوری باید حکومت وظیفه حکومت این است که باید بسیار راهی که نباشد مردم رو در خط ایبان گرمی نمونه پس نباشد اگر باشد در جایی که مردم کمک نه در نهایت میگم و حکومتی همسایه و همسایه برد این معنی اون دارد که ما مردم خود بچی و یک سنگه زده که سونا میکنید اگر باشد کسی صدا بلند کرد نفاش کنید نکنم که واقعا در پوزیشن اشکال برادر محمد سایداد هیچ کسی که نمون تحفیز در زندان آریف در زندان ملو در زندان ادوکه در زندان مغالب در زندان تمام زندان های تاجیکستان افراد کردن باز یک سال زندان یا ساختن ولی که این مردم باور دارم که این خانوشن میتوان باز نمور خیلی چند صدا برد میکرد و فکرت بروی شما میگویم اولین دو توی آنه که شما مردم رو با برد تعمیر کنید باز بیتر میفروشه شما حکومت طالبان میگی طالبان آدم حکومت تماسکمول ندارن یا رئیس کنیستن ما نفهمیم که اونها مردم که با برد خرید کرده بیان از شما برد خریدن برد که شما ایقایی که برد ها از کارتا باشد خود برای خاطی منشد شخصی که باشد اینجوری که شده و طالبان مردم با برد خرید کرد شما باشد
баҳона мекунед ки ҳақиқати роғун шоб омадаст, сатҳи об паст шудааст. хоб ҳамин мақолаи ҳамин шахс ёдгор буд ки буд ҳамин шахси ҳамин нафарро агар мо муқоиса кунем байни ҳам яъне ки таноқуз дорад, яъне ки фарқи чӣ дорад? ин гап гапи шадид аст. аз ин рӯ ҳукумат воқеан ноӯҳдабаро ҳастанд. дуюм мардумро дар тамом дар ҳамон чизе ки бар ҳамон бахш мешавад ва лимит ҷорӣ карда аз мардум ба пурӣ ин ягон ки аз дафолиҳо розӣ аст ки дар тамонаш барқ надошта бошад. ягон кас розӣ нест аз ҳамин ҳукумат, вале аз ҳамон ҳар сола дуи мардум ҷорӣ кардаанд. вале мардум агар шумо 1% агар чизе гап занед бобар санед мешавад 1%. 10 миллион 1% шумо қабул мекунад. 1% ҳолӣ. ва ман бовар дорам, итминон дорам ки ҳамаи як ки дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунанд, масалан ки дар мансабҳо ҳастанд, ягон як камаш ба ҳамин гапҳои мо розӣ нестанд, вале аксари онҳо ба ҳамин гапҳои мо онҳо хуш меояд ва мехоҳанд ки мардум муваффақ хоҳем бошанд. вале ба лаб мо хомӯшӣ дорем ва мардумро барои худ сабуқат худ нишон доданд, мардумро даъват мекунанд ки сабр бошед. 10 сол бошед, 5 сол бошед, 3 сол шумо сабр кунед, мо барқ мекунем, кайф мекунем. намекунем ки мекунем мардума. вале бас ташаккур Фарҳод. ҳоло як нафар аз WhatsApp бисёр хоҳишкарда шудан, тақрибан 20 дақиқа зиёд боз моро интизор ҳастанд. як бор гӯш кунем. алло, اوضاع من میبینه که شوقت جان خودتون هستید؟ هست. بله من گفت من تمام نکرده تلفنم مرد زریادم تمام شد. بفرمایید. من پیش ای گفتم همه تغییر گفتنیم که همین تغییری که توایف محمد توایف اگر همه 5 کسی شما جمشید خودت اونو سلیمان باید عزت دیگه با دودو جان عطولویف همه شیطانو باشه ما یکون وقت انقلاب نمیکنیم. همه شیطانی های خود قطعی ایره قطعی جنگ میاندازی رنگ اونو رفیقای نونبر گرفتگیم ما یکون چی نمیشیم با شرم نداشته ای در چوه شیطانی دروی بوزه با شرم نداشته صورتی رحمتی عمرالی قوت فهمیگه در گروه همون چیزی باورش میمونه کانالش میمونه یا که موحیدین کبیری را موحیدین کبیری ایقف شگپا گام میزنه با میبرویا با موحیدین کبیری ایخه اوخه ای شرم دار همه خیلی آدمو را میبینم بنا میخدا که دیدم همه مبارزه خنک میشه تو لیتسای خطا نشون داده یک شیطانی جنگ اندازی یک کسلی چی تو دوایت چرا چنین میپندارید مثلا؟ این حقیقته برای که این گپایی گام میزنه او دیگه گروه ها را با شرم نداشته با همون گروه 24 همون رحمتی را میگیره در بالای چیزش میمونه در بالای همون کانالش میمونه با میبره گروه 24 تروریستا گروه 24 بوزی پی اس بی گروه 24 بوزی یتیمو ای شرم داری و که را خطا لیچه نیکن با همون شیرخونه خودت و با افسانه خونه خودت یکم انقلاب نمیشه من با جای تو باشم همین توای با همین شیطونیم با جای جمشیدی اون او سگی بینی شکسته اون او سگی پیری دیگه یا آرکشی دیگه سگی ژورنالیست میبخشه با جای همو باشم یا بند میگیرم خلق میکشم شرمنده و تشنیرم لبو آدم همین را بینه دلشون میشوره بسیار آدم همین روی مبارزه برای همین شیطان ها ایره گشتن مایل من اینگاه من گفتم در شگفی خودم انا همون وقتی که برای سیویل سوم جمع کردن مبلغ گذاری کردن این فکری من ایده مبلغ گذاری کردن میگن که ماشین لینچه پول جمع شد همون پول گرفت دومو خسر بچه همون رامونو سمالیات سامون ایر خرید
با یک دیگه هم میگن وای گرفت اما امام تپک خودش گرفت همه اولاد تقسیمش کردن و مردم فریب کردن که پلیس ویتا گرفتن قرض گرفتن ای خطای قرض گرفتن ای قرض گرفتن این ملت این دپوتاتای ما خب کرد این اولاد уже دهان مزه شد این اولاد گفت که значит ما یکم ای عثمان غلطیدگیم значит همه ای ما میترسه یا ای همه سر کرده ای ژورنالیست های تاجیکستان دپوتاتاش تا پسلید همه آدم که خپن یا همه فرصت استفاده میبرن بردن یا اوجه فکر میکنن که یکم روبوتن یکم ترمیناتورن دیگرو ایو میترسن او همه فکر میکنن بایی کم ترک مبارزه ما که ما میبریم جانمون در خطر میمونیم میبریم گپ میزنیم با این خیلی شیطانا پیش پیش پو ما میدون ما یکم کار کردن نمیتونیم یا که همه شیطانا امیانا دفع کنید همه را قبول نکنید برای او گپاش تو کجا با برآمده محیدین کبیری میگی ارز محیدین کبیری را گفته سبری استعفا رو با برآمده با محیدین کبیری اونا او جمشید دیگه هم برآمده سگ بینشکسته همه گیره دفع کنید تاجیکستان رو ایش کنید پدرکش کنید همه امام تپک بنام خدا بسیار مردم کو ای همه راه گشت گنده که تهمتی که همه گروه 24 همه سلیمان قطعی همه شیطانی همه توایف کردن باور که من تو خود را به خود نامدم گپایی که زدن همورا تروریستشون هم برآوردن و چون چه گپا برآوردن در گفتن عمر علی قوت را همه کشته یک گپ را زدم سهراب هم تهمت کردم با وقتی که سهراب بردم محکم کردن این همه شیطان چلیکش بالا کرد برآمد گفت انشالله این یک تا گروه 24 یک تاش بردن انشالله این ویدیو هست تو اگر انقلاب شود من همه 5 تا شیطان نام گرفتم تا شما را زندان نبرند در قوت همون شیطان دیکتاتور نشونن تو فکر نکنی که بعد انقلاب نفسی آزاد میکشی تا هر یک گپ خود جواب میگه هر یک حرف خود جواب میگه گوش کن تو خودت شیطانی من حق دارم دکازت دارم 2 سال پیش بوش که واقعا دارم خواهر چرا سوال شما به نوبت ندادم باید شیطانی دیگه با چراز یا بنده یا شیطانی دیگه نه حاضر نگاه کنید خواهر عزیز حاضر یک دقیقه خواهر چراز خواهش میکنم به نوبت خواهر عزیز حالا شما گپتون رو تمام کردید به فکرم یک کم ترک دیگه مونده من درباره همین جنگ اوکراین فقط کوتاه کنید که به دیگران هم نوبت رسد خوب خواهش میکنم چون که شما یک بار گپ زدگی بدید بود دو بار نوبت دادیم من پروسه تلفنم مرد درباره جنگ همین اوکراین دا همه امام تپک ما پاره یوردن میکنه پوتین دا حاضرش دا ایگوی جوشوی پوتین در کورش برای چی که حاضرش دا پوتین دا سون در کوره این پرابلم داره این همو پاره یوردن میکنه همو دا او این لوکاشنکا یا سون میتین یوردن میکنه سون قطع یوردن کسان که ما دری مقصدش این پرابلم خمون نمیدرویم برای چی که میلیاردوی ما در خارجه سانکسیا در نغلطه نیکی ما سون میتیم تا جنگ خودت پیش بره اینجا خیلی شدگیه تمام سلامت باشید ما اولو میکروفونش تمام خواهر چراس میکروفونتون فعال کنید گپ زنید سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید خیلی شده بود صحبت نمی کردید در شبکه ما خوش آمدید من زینت بودم حکومت امنیت برو یک سیستم 24 تا جیش و دیگر رو پسر آزادت من از کم چیز آزاد یادم کنم رستم مقاش باشه اگر تو همه پیش من کار کرد میبرو دکازت کردم همه شد دکازت کرده برو آمده من کیوم چراز کی گفته که تو اشروف همین بیوکتی 2 سال پیش در یاد دارم اینها چراز کی گفته من حسینه زکاس کدگیش گفته برو آمدگی بودن اماد با حسین اشروف همین بیوه هر دوش گفتگی بود که چراز کی زن رستم کتی این نزدیک دوگانه این نزدیکشون هر دوش اپشت من گفتگی بود چراز کی هیچ چیز اپشت من یافته نتونستگی
2024 از چادن کار کرد. اسماعیل گردن گرفت اهل آیله امام علی با حسین گروه 24 نام گرفت همین کانال دیگه. جرت و حاکتی پشت من کار کرد. چراست کی و تیم من زنگ زدم کیا جرت باشد من یاردم کنم. گفته مرا ایمن گروه 24 گفته تن گرفت. برای چی؟ نگفت که حزب نقض زد، نگفت که دیگه ایمن گروه 24. گفت حسین کتی تو نزدیک هستی؟ گفته من حسین کتی نزدیک نیستم، این پاکستان امین اگنت پاکستان میشود. من اگنت پاکستان کتی نزدیک شده نمیتونم. برای آن که زکاس کده یکی ماچرتم حسین بود گروه 24 کتی. دویم برایم اپشت من چراس کی گفته حقیقی نامش الی نگفته. من این راه برامده که پیتم دستم به دوتا کازر داشته درز سیتا یک تش آشکار کرد اینا دوتا کازر دارم دستم به. برای آن که این حاکیه من میدانستم نامرد بود خودیم نامرده. یک تا من زنم اپشت من خودیم کار کرده که چراس حقیقیه یا نه. کیای چراس اپشت این برای چی تازه چلیست کم تازه گفته چی و این روز اسپانیسته برای چی گفته همه جا را کاختوست لبای کار کداست اپشت من آدم روی کداست بلاگرا را کش کداست دیگه کارها کداست. امین رستم آزاده اسماعیل کش شد اینجا با رستم امین امام الرحمن گروه 24 حسین اگر زده که بدن گزیده بودم من حسین اپشت من کار کداست. این فکر کداست که چراست باید این بسواده ممکنه چراست گزیده نه. من حقیقی فرزند تاجیکستان هستم. من رنگ تو باید اگنت پاکستان نیستم. حسین خدا تا خون داشته گر نگه مرا خوار چراست یک بار خاموش شد یک بار صبر کنید. نگاه کنید حسین اشرف خودش چی دارد؟ شبکه دارد، برنامه دارد و به شما حق میدهد که وارد شوید، یعنی گپتون رو بحثتون رو با او کنید. اینجا حسین اشرف نیست و حالا اینجا ما دو نفر حسین اشرف رو من حالا اگر به این گفته های شما خاموش هستم یعنی اینکه من به همین گفته های شما راضی هستم، به شما میدان داده شدم که ما یک نفر رو غیبت کنیم. بیاید این کارو نکنیم. وارد موضوع شویم. من برای آن یک کمتر شما رو گوش کردم که عدالت رعایت شود، چون که این خواهر گپ زدند من دهان شما رو بستم و این خواهر خاموش شدند به شما سخن دادم. برای همین بیاید وارد موضوع شویم و در موضوع صحبت کنیم. خوبش بیاید وارد موضوع شویم و موضوع امروزه ما لیمیت برق است. ما چندین سال باز در این باره برنامه میکنیم و امروزه برنامه ما از برنامه‌های پیشنگی فرق دارد و فرقش هم همین است که ما امروز میخواهیم همون گفته‌های ناظر یادگاری رهبر دفتر مطبوعاتی شرکت برق تاجیک رو چیکار کنیم یک به تحلیل بکشه و بگوییم که همین آدم تا چه اندازه درست میگفته است. من در گپ‌های میگفتگیش از سر تا پا تقریبا یک 15-20% گپ درست دریافت کردم واقعا، لیکن 80% گپش یعنی تهمت مردم است. به مردم تهمت میزند، مردم رو تحقیر میکند، مردم رو دزد میگوید، مردم رو قلاب میگوید مثلا. و امروز ما به این جواب داشته باشیم. نظر شما چی است در این باره؟ نظر من این که من ویران شد این حق نداشت که نه یک مخالفه نه دیگر هایکو نه اکیزت یا گان کسا رنگ اینا با اینها شده نمیتونن. گپ زدن حقارت کردن داشتن کنه حق ندارد. من اینها کی بده که شما صفایت میدنم حسین اشرف مرا قبل ندارد. حاضر برای همون امکان پیدا شد که من گفتم بخشش امکان پیدا شد من گفتم برق گوید برق امام الرحمن دا اونا 15 سال می شود که اهل اویله خودشون وبر کردگی برق می فروشه در کسشم می زند.
در کیسه خودشون میزنن. مردم به برق نمیتین. فند فریب کسیگده. اهل اویلوی پلانوی اینا غاز کرده گرفتگی دولته. حاضر افسرا را این دختر گپ زد. افسرا همین مرد افسرا را من میشناسم. شناسو دارم. مرد اینا خودشان نشان نمیتید برای اون که در تاجیکستان اهل اویله دارد تاجیکستان کار میکند. این هایم تک خطای مردم خودش طلب نمیکند. خودشان خوابالین زدگی خوابالین زدگی خود کته خوابالین فرقیت دارد. مردم خودشان خسته حقوقشان طلب کند. مردم خزد اینا ایمن طرفی ما میگذارد. همین وینشم افسرشم لبایش برای اونکی برای فرزندشان اهل اویلشان دلون همین مردم به هست یک خودش کار کندم ایلی یک دیگرشان یک خشتوارشان کار کندم آرگم با اتک خشتوار زن فرزند گودک پدر مادر دارد. اینا پروتو اهل اویلشان سلاح نمی بردارد. مردم خودشان نخستوست خودشان طلب نمی کند. یک تا راینا سپیتم خست مردم خودشان فروخته داد نیمشانه رایشان فروختگی فرامدگیش ویدیو گرفتگی همین افتید همین با پامیر بایم خست دیگه منطقه نخست تاغرمی نخست یک طرف میخزد دویم طرف خد میشد. این خیل میتینگ نمیشد. مردم پامیر اینا اکتونی من حرمت میکنم برای اون که اینا دارد وجدان غرور دارد. اینا کمای اینا حقیقی چی میگن مردم همین طرف با بسیار اینا حاضر خف شده است. اتک اینا به شانس نداده است. مردم پامیر حرمت میکنم. دیگه مردم را من حرمت میکنم برای چی بسیار افسرها هست بسیار امینا هست میشناسم چسکوای هست عدل نچلنگار را میشناسم همش انسان خوب هست برای مردمش کار کرده آماده است. حلق برای مردمش کار کرده آماده است. من میشناسم اینها مرا میشناسد. یگان بار اینا بوز نیسته پروت مردمش یگان کار کردگیش نیسته برای برقش اینا کمای تاجیکستان به زندگی دارد. مردم خپای 90% مردم خپای 90% مردم خط تکسیگده ما را شوم میبیند برای چی نمیشناسد. اینها تکبوت امام علی اوه دولت رستم اوه حکومت آزاده اوه امین نه این خیل نه آخی ما مردم هستیم اینا هست. اینها نبارد ما در خدمت کردنش در کار ما نه. اینا حکومت به کار کرده است. حکومت مردم دانستن در کار. اینها نبارد مردم به خدمت شدن خدمت کردنش در کار نبارد حاضر شدگی. ما حکومت به کار میکنیم فایده اینها کار میکنیم برای آنکی ما را ترسانده یک تاش میترساند ترمه میکند دویمش به در شود گفته 12 تا گودک کشتگی باید همه خب بود. مردم همین ممیتم خب شد در زیولین نویستگیش نیسته همین منطقه همین ممیتم خب بود. نخواد که ما حالیم هایکو چشم ما که تدست داشتم کردیم. تشکر زیاد خواهر چروس زنده باشید. تشکر زیاد برای اشتراکتون. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما. موسفید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر دعوای ما از برق باشد باید که موضوع از برق باشد. بله. مخالف باشید اگر به همین سیستم همین مخالفایی که هستند باید که یک جایه باشد. یک دیگر اینقدر تلاش تفتیش نکنید. شما از یک طرف از وجدان گپ میزنید از دین گپ میزنید همین گپای شما و یک دیگه راست میبیاد. این تقایف هم این زنهای هم درست میبیاد لیکن این همون اگر چه گیریم
گفتاری همون تقایف چی گفتن و پرزیدنتی کجا گفتن پرزیدنتی خرهای کدوم چی گفتن که و هم گپ دروغش گپ راست برین برای اون که ما یکم درد مردم بداریم بین مخالفت تلاش باید که نباشد یک جایش باشد بعد دروغ گفتن یا دیگر تهمت کردن یکم در تمام گناه سردار گناه ها دروغ گفتن یکم دروغ گفتن بعد تهمتی بد کردن حاضر همین مردمی که مخالفایی که یک دیگر را تهمت میکند در حقیقت هر یک آدم همون شریف هم خطاگی میکنند همون محمد اقبال هم کمتر خطاگی کردن من روست کردم که همین کارو نکنید بعضش میبرد همین قدر دشنام میتید همین فکر میکند که خودی وای گاب زسوده سو دخترچش نگاه کرسودگیش نه آخر یکم دین مسلمان اگر اعتبار گرید سخنی بد گفتن بد شنیدن کایکووس میگوید که همون سخنی بده و نیکیش گپ زد که همون یک آدم من در همین قد کوچه میرم یک بیدهن یک گپ بیجا زند یک قد میپرم فرشته های من از سرم از سری کیفتم میخیزند مردم مسئله درباره تینچ کردن تاجیکستان گم کردن همین سیستمی بر دروغی پارخوری پارتیو داملای مسجد که برآمده دعا میگوید بر دروغ در درون مسجد باید که راست گپ زنند برق باید که به تاجیکا داده شود در تاجیکستان کارخانه ها گشاده شود در تاجیکستان باید که در حقیقت جای کار پیدا شود زنهای هم به کار تامین شوند در تاجیکستان باید دموکراسی باشد آزادی سخن باشد همین چیز مقصد ما همین چیز تلاش حاضر اینجا کبیری محمد اقبال اشورف این وای نه تقایف گپ گفتگیش هم بعضی چیزاش از هر یک سخن ما باید که سخنی نیکش گیریم به همون روانه شویم یا دیگر هم دوست من اگر همین چیز شود تو برده 5 سال قرار میکنم گفتن این گپ درست نه تو از خدا پیش آمده تقدیرات الهی سحر من ممکن دیگر نفس نگیرم از خدا من التماسی میکردگیم همین که در تمام تاجیکستان نه در تمام جهان آسایشتگی باشد یا دیگر فهمی باشد یک دیوانه که عقل ندارد همونم حرمت و اعتبار داشته وای از سخنش وای گرفته وای برده ترمه کرد شده است تو در درون این افیر حاضر 5 سال ترمه کردیم فرق تو چی؟ میانی تو و چی؟ ولی تو هیچی نگفته است دشنام نکرده است حالا تو گپ هیچی شما نمیدید نداری در دستت یگان چیز نیست بیاید مردم تلاش و تفتیش مونمو تاجیکستان آباد کنیم گویتون اگر من اکنون پیر شدم برای من هیچ هم لازم نه برای من یک همین آب تارتی نرم یک برده نان که من شما دعا کنم و آینده شما جویم لیکن همین تمامی پیران سالا به من مراجعت میکنم شما پیش راهی بچه های گرفته بچه ها به آسایشتگی نمیمانید مرده میروید در همین روسیه پنسیون وزراسته وقتی که برداشتن 65 کردن همون کمپیرا برای 1000 سوم بچه های خودش فروخت همونها مرده رفتن اکثریتش مرده رفت در قبرستان خوابند بچه های وها غلام 5 ساله شما چیکار کردیتون مردم
مردم برای بچه ها چی میموند؟ برای نیبیره های شیرینتون چی میموند؟ برای انا همین اگر خواهید که تاجیکستان چراغان باشد چراغان میشود. فقط غیرت جوانان لازم که همین قدرت به یک علاج اثری چی گیرنده در درن دوم باید که انا همین چیز باشد. آن شخصی که دروغ میگوید باید جوابگریش کشد. آن شخصی که در راهبریت یگان چی وابسته کرده می شود باید که جوابگر، خیلی که این حاضر شهراز گشاده است و یا باید که غلام باشند. اگر خواهد که غلام مردم باشد صاحب وظیفه باید باشد. لیکن همین صاحب من وظیفه غلام مردم است. من صاحب وظیفه میشم جیبه که من غفظ میکنم گفتگی هیچ وقت به مردم خدمت کردن نمیتونم. خدمتگار مردم بگذار 20% از مردم درآمدش زیاد باشه بله. لیکن تازه باشد، خدمت کند. از روی انصاف باشد، مردم راضی باشد، غارت نکند، مردم خادم واقعی باشد. خادم واقعی باشد. در یک کوچه برید، من قشلاق شما به ملاریم بودن، ملاریم کوچه برند همین تمام ماشین ها گرفته میبرد. من برم گفته دو تا سیتش تلاش میکرد. خادم همین آدم بود، دیگر آدم نبود. وقتی کرونا ویروس، وقتی که همه برده در قبرستون در سلفان پیچونده گور میکردن و مردک خدا را داد، هیچ کس نیست. اول اینکه تقدیرات الهی که بردن در ایجیوس جنازه خوندن، در اوفا جنازه خوندن، بعد تاجیکستان پروندن. این تقدیرات الهی، این شهادت الهی برای تازه بودن همین انسان. های انسان پیش از مردنش با گفت که من دیدم ای این دارنده حکمت پگان یا بلای بدتر، مردن حق، مردم به جبر نکنید، بیهوده برده تورمه نکنید، فرزند آدمای نزنید. یک نصیحت کردن. بعد گفتند که اگر ما با مبادا یگان سوم شما من خورده باشم، بیغرض خوردنم، من دیگر یگان راهیه همون چیز صرف کردگی نه بردم به همون قشلاق مسجد را دیگر جا صرف کردم. راضی شوید در یگان جا یگان چی سوم شما در انا همین خیلی پریزدنت در کن. بله. فهمیدید؟ وفات کردن خانه شخصی نداشتن، خونه شون نبوده است. عرب ها اومده خونه پشت تیمگاد نگفته کند همون درست کرده دادیست کمتر حاجت خانشون به آب دستی چی بلا گرفته همون در اومده. انا دوملا انا همین کس دوملاگی هم کردن. پس از همین ایمانی تمامی همین چی در مسجد ها برآمده باید که پرسد که من پیش نماز گذرم یا نگذرم. عاقبش به نگاه کرده وای پیش به میگذرد دلالت میکند وای حساب نیست. وای حمایت یک بر دروغ میکند وای حمایت نیست. حمایت در آخرت. از این هیچ وقت دور نبید. من صاحب کسب کار، من صاحب پگان گفته، من این دکتری کلان گفته و یک معالجات کنیدم، یک بیمار به سخن نیکم معالجه کردن می شود. نادرم این مخالفی کارسادگی شما با من طرفدار، لیکن تلاش و تفتیش نکنید یک دیگرتون شما وای نکنید. مقصدی ما آباد کردن تاجیکستان. بله. ریشه دروغ
ریشه انا همین خیلی تهمت ها ریشه چی پارخوری پارتی گدایی بهوده فاحشه انا همین دیفلاسی های گم کردن این اول دروغ گم کردن دویم پادخلینیه گم کردن رو نیگریه یک کس کلونسول همین آدمی کلونسول باشد و قنبغل باشد پشتون میزنن این خیلی نه اگر یک سینی سال کلون باشد به پیش گذرانیدن در کار یک چیز داملا من میدونم یک داملای قشلاق شما من در آمدم من همینجا معایبه بودم در آمد پیشی همون خانه با گذشت جای بالا با گذشت شیش من گفتم این کیه این داملا من یاش بچه بودم بچه یاش بودم بری من به استادگی مرده گشت گفت این دنباد من تگی در بشتگی بودم من نمیشناختم فهمیدید می انا همین داملاگیش نمیگذرد نمیگذرد اول همین سینی سال خودش حرمت نکرد از همه پیش گذشت انا همین چیزا به اطاعت کنید دشنام نکنید دروغ نگوید تهمت نکنید تشکر زیاد به شما سلامت باشید زنده باشید تشکر زیاد اس بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خودتون امیدوارم خوب این زنده باشید وقتا اخیر میبینیم فقط همین برنامه های هفته گذشته خطا نکنم اگر در بالای فساد بود این هفته در بالای قوای برق همین برنامه ها شما کمتر اهمیت بده اگر همش نتیجه برنامه ها باید چیز تمام می شود رفته همین رحمان و گناهگار این برنامه همه شود رفته رحمان و گناهگار قوای برق هم نیست رفته بود همین رحمان و اخیر به گناهگار برای چی اگر برنامه اینا میسازید که در همینجا از دست رحمان خلاص شدن تشکیل کنید من شما پیشنهاد کنید من چند بار دعوت پیشنهاد کردم بیاید در همین باره وابسته به همین برق چیکار کنیم کنی شما گپ زنید گپ شما گیریم وابسته به برق نگاه کنید شما برق همون سرداری منطقه برقی اونایی که شما در اعلانیاش خواندید نوشتن که مردم دزدی کردن و قوای برق نشدن رفته اوتا به کجا میرسیدن با امضای رئیس جمهور برق به افغانستان میفرستند با امضای رئیس جمهور تمام بدبختی به سر ملت اومد با فکر من که یک برنامه کنید با جناب محیدین کبیری چگونه از دست رحمانوف خلاص شویم خب نگاه کنید شما اکنون من نمیگم که این کاری بد است این کار خوب است الکی من میدونم چندین نفرایی که الکی مثلا از پشت همین برنامه ها یک بار دو بار 10 بار یک سال 2 سال چنیدن الکی فکرشون عوض شده است وقتی نگاه کنید حالا آنکه برای سری مقصد در مخالفت از برای سری محمد اقبال صدرالدین برای سری محیدین کبیری شاید حکومت میلیون ها دلار جایزه تعیین کند اگر کدام اینها را همین یگان کار کرده بتواند اون وقت شما 6 تا درباره دزدی های اینها گپ میزنید درباره که اینها قوای برق با مردم نمیتیند دزدیدن میفروشند خب مطمئن است که رحمانوف همین کارا میکند از طلبه صنف 5 هم پرسید اگر میداند که حکومت دزدی میکند و این وای بدبختی است در جامعه خب نگاه کنید اگر برنامه خوب است این برای بیداری ملت بسیار کار خوب است لیکن در این باره باز دربار این برنامه علی یگان برنامه‌هایی که خوب در اینجا گفته نمی‌شود باید این برنامه‌ها را مستوسط تشکیل کردن گرفت خوب من نمیگم که در این اینجا را تشکیل کنید یگان برنامه‌ای که علاقه نگاه کنید طول 10 سال میشود شما علاقه در همین مهاجرت هستین 10 سال شد خب پلوس مینوس 10 سال برادر عزیز بسیار خوب من فکرهای شما را گوش کردم بسیار جالبی دقت است و بسیارش معقول است فقط نگاه کنید حالا گفتید که فقط بغیر از این برنامه کردن باز بعضی کارهای دیگر کردن در کار است دوستی عزیز
همین برنامه کرده ایستادم، شما مرا دیده ایستاده. در برنامه گذشته هم من گفتم و شما مرا در این برنامه دیده ایستادید برای اون که من میتونستگی کار همین قدر است. من میتوانستگی کار همین گپ زدن است، همین قدر است. با این هم به درجه مثال گیم کسبی پروفسیونلی نه، به درجه همین روسا چی میگن لوبیتیلسکی، همین یک همین هوسمندی، همین کار صورت گرفته شده است. از این زیاد کسی نیستم من، از این زیاد هیچ کس نیستم. لیکن برادر عزیز، همین چیزی که شما دیده ایستادید همین رو مبارزه دونسته ایستادید یا بعضی برنامه‌های دیگر برادران و برآمدهای دیگر برادران رو دیده ایستادید و اونها تنقید کرده ایستادند و به مردم سخن داده ایستادند و همین خیلی برنامه‌ها دارند و این رو مبارزه میدونید. این طور نیست برادر عزیز. شاید همین صحبتی که من میکنم در یک هفته یک مرتبه یک همین کنج که فعالیت باشد، شاید یک کنج که مبارزه باشد، حتی از ده یک حصه همین مبارزه نیست. فقط اینجا چی است؟ شما مرا میبینید، چیکار کرده ایستادم میبینید، به همین به چیزی دیدگیتون بها میتید. لیکن برادر عزیز، من شما رو گپ شما رو نبریده گوش کردم برادر. لیکن چیزهایی که نمیبینید برادر عزیز خیلی زیاد است. از جمله شما نگاه کنید، ما با اتحاد اروپا آمدگی هستیم، در اتحاد اروپا هستیم. در تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از زینه‌های اساسی است. حکومت جمهوری تاجیکستان در اینجا در اتحاد اروپا شاید همون در خود آلمان زیاده از 10,000 نفر شاید مهاجری تاجیک باشد. در بعضی از کشورهای کمبودگی کمش 150-200 عائله مهاجر است. شاید در پولند زیاده از 10-15 هزار باشد. در فرانسه، در لیتوه، در همه کشورها، در استرالیا تا گالند اینجاها، حالا در انگلیس چقدر شده رفته شده است. و یکی از سبب‌های اساسیش که ما اینجا آمدگی هستیم این است که همین مخالفین حکومت‌های همین جا را نوبسته از دعواهای جمهوری تاجیکستان، یعنی رژیم حکومت جمهوری تاجیکستان، همین مخالفین در یک یعنی کورشون، یعنی یک گروه کوری مخصوصی حقوقی وجود دارد که توانستگی از باور کنند که واقعا این مردم تروریست نیستند، این مردم اکستریمیست نیستند. میتوانید به همه اینها صحبت کنید، از همشون اینترویو گیرید، همشون رو پرسجو کنید، تحقیق کنید. به اینها ما خواهش میکنیم که پناهندگی داده شود، به اینها حجت داده شود و باور کردن اتحاد اروپا اینجا پاره داده نشود، اینجا گپ زنون کرده نشود، تقابازی کرده نشود. همه چیز از روی تصدیق می شود، از روی حجت می شود. باور کنوندن اینها کاری آسان نیست و به همین در برابر دعوایی، حالا شما نگاه کنید یک مخالف سرش رو بالا کنه در روسیه داده ایستاده است با تاجیکستان. در اینجا همین باور کنوندن حکومت یک کاری آسان نیست. همین کار رو چی در گروه 24 گروه حقوقیش، چی در پیمان ملی تاجیکستان گروه حقوقیش مثلا گریم نامزنی میکنند، به سازمان ها مراجعت میکنند، میسر شدگی است. یک چیزی دیگر برادر عزیز حالا یک مثلا گریم گروه کاری به این میسر شدن که هنوز سال 2018 اول 11 نفر بود، بعد 13 نفر اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا در زندان هستند، کمیسریت حقوق بشری سازمان ملل متحد حجت‌های آنها رو تشخیص کرده، پرونده آنها رو دیده برآمده، قرار صادر کرد که اینها بیگناه زندان شدگی هستند. حالا یگان حزب و سازمان‌های دیگری جهان به این حالا قادر شدگی نیستند، به این رفته رسیدگی نیستند به همین حالت. یعنی هنوز سال 2018 بعد از 2.5 سال 3 سالی قدم موندن به اروپا، علاقه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا وای وقت کی نبود، پیمان ملی تاجیکستان نبود،
به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میسر شد که در سطح سازمان ملل متحد، در سطح کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ثابت کند که کسانی که حکومت جمهوری تاجیکستان زندان کردگی هستند بیگناه هستند. حالا پرونده 54 نفر با پرونده با امضای 54 نفر پرونده یک چند حکومتدار و یک چند منصبدار تاجیکستان در سود بین المللی رفته ایستاده است و برای این 2-3 سازمان با هم کار کرده ایستادند. 2-3 سازمان با نفوذ بین المللی با شخصان حقوقی، یعنی مسئولان حقوقی پیمان ملی تاجیکستان کار کرده ایستادند و این کار شوخی نیست برادر عزیز. نقطه به نقطه، ویرگول به ویرگول، حرف به حرف از فعالیت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از فعالیت های سیاسی مردم تاجیکستان در تاجیکستان و ظلم و ستم های رژیم امام علی رحمان حالا تحقیق شده ایستاده است و زود است که به آخر میرسد انشاءالله و این کار شوخی نیست. من فقط برای شما مثال گفته ایستادم برادر عزیز و باز هم به شما میگویم که انا همین من برآمد کرده ایستادم، یک نفر دیگر برآمد کرده ایستاده است و این خیلی برنامه های مردمی میکنیم، با شما صحبت میکنیم. این از 10 یک کیسه کار نیستیم. این یک طرفی مسئله. دویم طرفی مسئله برادران عزیز، چند بار همین چیزها بررسی میشوند در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی که مخالفین چیکار کرده ایستادند، فقط همین میبروید گپ میزنید، بغیر از گپ دیگه گپ دارید یا ندارید، به عمل گذاشتن در کار، به این گذاشتن در کار، به اون گذاشتن در کار، این کار کردن در کار، اون کار کردن در کار. برادران عزیز خوش همین آسمون بلند زمین سخت. مخالفین خصوصا پیمان ملی تاجیکستان که من نزدیکی دارم، خودم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم و رسانه‌دار هستم، با آنها با مسئولینش مناسبت دارم، خودم هم یک مسئولیت کوچک دارم و میبینم دیده ایستادم که برادران عزیز همین از فعالیت گزارش دادن، من این کرده ایستادم، من اون کرده ایستادم، این خیلی پیشروی شده ایستاده است، اون خیلی پیشروی شده ایستاده است، در اینجا این کار کردیم، در آنجا اون کار کردیم گفتن، همین یعنی تمام سر فعالیت روی دسترخوان ترک کردن است. خب اگر بود کدام گزارش دادن به امام علی رحمان است که من بیا انا سری فعالیت ما، یعنی گزارش دادن خودکشی است و از فعالیت لفظ زدن. خودت منمی قدری و دفعه در برنامه گفته بودم من، خودت انمی قدری، انمی قدر کرده خودت نشون میدی، طرف مقابل به تو انمی قدر تیاری میبیند، انمی قدر مقابلت میکنه، تو انمی قدری میشکنی، میرزی، میری، گم میشی. یکی از سرهای باقی ماندنی پیمان ملی تاجیکستان، در فعالیت باقی ماندنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا گروه های دیگر، یکی از سرهایش این است که این یعنی فعالیت سیاسی پخته رسانیدگی است، در فعالیت پخته رسیدگی هستند. رسانه‌داری این فعالیت سیاسی نیست برادر عزیز، یکی از شاخه‌های کمترین فعالیت سیاسی است یا یکی از برنامه‌های فعالیت سیاسی است. رسانه‌داری سیاستمداری نیست. مثلا اگر من اینجا رسانه دارم با شما گام میزنم، یک سیاستمدار نیستم. این مثلا اگر همین دعوا رو کردم، باور کنید دروغ گفته ایستادم، باور کنید خود کلانگری کرده ایستادم، کلانیگری کرده ایستادم، یعنی متکبری کرده ایستادم. این طور نیست برادر عزیز. بین رسانه داری، بین گپزن بودن و سیاستمدار بودن، شخص سیاسی بودن فرق کلان هست، خیلی خیلی فرق کلان هست. بسیاری از ژورنالیستان بزرگ خودشون رو سیاستمدار گرفته، تا حال حاضر به سیاست صرف هم رفتگی نیستن. یک ژورنالیست بزرگ داریم، نامش نمیگیرم، خودش از سیاستمدار بزرگ میگرفت، یک روز من فهمیدم شما کی را در نظر دارید. خودش از سیاستمدار بزرگ میگیرم، یک ژورنالیست بزرگ در ژورنالیستیک بزرگ است حقانی، لیکن در سیاستمدار هیچ کس نیست. چرا؟ وقتی که سوال میتونن میگن که خیر انا فرض کردیم
گفته های شما، آرمان های شما را امام علی رحمان اجرا کرد، در آن وقت شما چیکار میکنید؟ این میگوید که من مخالف بودم، مخالف میمونم. همین گپ سیاستمدار نه. سیاستمدار یک نقطه آخری کار دارد. سیاستمدار مثلا گریم یک نقطه آخری کار دارد، با اون رفته رسید تمام کار سیاستمدار. یعنی یک آرمان یک برنامه پیش راهش میموند و برنامه رفته موفق میشود. تو مثلا رفته پرزیدنت شدی، با کی مخالفت میکنی؟ رفتی مثلا گریم حکومت به دستت گرفتی، با کدام حکومت تو مخالفت میکنی وقتی که تو شخص سیاسی هستی؟ گپ بی منطق بین. بله ژورنالیست من این صحبت ژورنالیست شنیدم. میتوند این کار کردن، برای اینکه ژورنالیست دایم مخالف است، دایم عیب گفته میگرد، دایم از هر گوجا، از همین گوجا نباشد یک چیز یافته گفته میتوند. ژورنالیست است او. یعنی تو با همین فهم و فراسات ژورنالیستی نمیتونی سیاستمدار بودن. تو مخالف بودی، مخالف میمونی، چه خیل پرزیدنت شوی با کی مخالف میشی؟ مثلا گریم سروزیر شد رفت تو سیاستمداری. سیاستمدار یعنی یکی از مقصد اساسیش این است که حکومت رو بگیرد، قدرت رو به دست بگیرد. با کی مخالفت میکنی رفته تو؟ من این خیلی است تصورات ژورنالیستی. من صحبت خودم میکنم. ما گفتیم که مقصد ما کار کرده شدیم، حالا که باید تحریم شوند چند کارمند بفرمایید گپ زنید. بالا مقام حکومتی و ما مقصد چندین نفر را مقصد حالا که به سازمان ملل پیشنهاد کردیم حضرت اینها در حقیقت بیگناه در زندانهای تاجیکستان امروز قرار دارند. ما اگر اثبات کنیم که اینها بیگناه هم چرا اونا حکومت رحمان اونها رو به شما نمیتن؟ یا مثل همین گونه که امروز ولادیمیر پوتین اون از زندان بین المللی اون حکمش به بازداشت کردگی است، هر دولتی که رود اون باید قبیده محکم کند. خوب گشتیس است. شما هم همون نفرایی که باید تحریم شوند، اونها باید دلای جنایی در سازمان ملل شده شوند، در تاجیکستان میگردند، اونها هم میبرند تاجیکستان یا با همون تا روسیه این طرف یا اون طرف با ترکیه میروند، همون جای خودشون. خب از این نتیجه چی میگیریم ما؟ مثلا نتیجه همین کار چی میشود؟ خب اونها را شما در سود مقصد بین المللی اونها را بگید در سازمان ملل متحد در اینجا هم مقصد که تماما جنایتکار حساب کردند و حکومت نه. خب نتیجه چی میشود بعد؟ یا که اون برادرایی که مقصد از حزب نهضت اسلام یا ایزد امان یا بزرگمهر یا که نمون چندین نفرایی که امروز باز به نزدیکی چند سیاستمدار شناخته و ژورنالیست را محکم کردند، دلیر امام علی ذوق‌بک سیدمی، اینها را ما با سازمان ملل پیشنهاد کردیم، اینها سفید بودند. ما حکومت پاکستان را دادن نمی‌کنیم. برادر به همین سوالتون جواب دیم. نگاه کنید برادر عزیز، شما رفتید مراجعت کردید، هیچ چی خلاصه نشد. من 2000 راست میگید شما 2018 علیه قرارش رو سازمان ملل متحد برآوردگی بود، به تاجیکستان توصیه داده بود که بدون قید و شرط آنها را آزاد کرده شود. کسانی که آنها را زندان کرده اند، سودی که مثلا گریم قضاوت کرده است، آنها به جوابگری کشیده شوند. این گونه توصیه دادگی بود، اجرا نشد. بله اجرا نشد و چندین توصیه های دیگری دپارتمنت کارهای خارجی آمریکا هر سال گزارشش رو می نویسد و چندین سازمان های بین المللی گزارششون رو می نویسند. تاجیکستان اجرا نمیکند. شما گفتید که شما این کار رو کنید، بعضی نفران دیگر یک کارهای جدی رو بکنند. همین خیلی گفتیدن مثلا یک کارهای جدی دیگر. برادر عزیز، برای کارهای جدی دیگر در دستت انمی خیلی پرونده باید داشتگی باشه که تمامی کارهای رو ما با طور آسایشته کردیم، همه روندها رو گذشتیم و نه شما نه دیگر سازمان ها امام علی رحمان رو متقاعد کرده نتوانستید که با راه آسایشته گپ رو جامعه بین المللی رو گوش کند، از این ظالمی دست کشد. انکنون ما خودمون سری کار میشیم، شما دخالت نکنید. برای همین گپ گفتن همین چیز پخته رسیدنش در کار برادر عزیز. یعنی تمامی کارهایی یعنی به طور آسایشته میشدگی شده رفتنش در کار به دست یگان سازمان بین المللی، جامعه بین المللی، یگان
بهانه ندادن لازم است که تا اینکه ما به سر یک کار بیاییم، به سر یک کار جدی بیاییم، اینها دخالت نکنند. به این معامله شما رحمان مقصدیت کمک در اینجا نکنند. که شما مقصد ما رو تروریست در اینجا اکستریمیست که ندانند دیگر. وقتی که ما مجبور به یک کارهای جدی میشویم دیگه تروریست اکستریمیست گفتن گپ نیست. ما همه روندها رو میگذاریم، ما همه روندها رو گذاشتیم. هر چی گوید سازمان‌های بین المللی، جامعه بین المللی هر چی گوید اجرا کردیم، هیچی حاصل نشد. بعد وقتی که ما دست به یک کارهای جدی میزنیم، دمتون بگیرید بشینید، از دست شما هیچی نآمد. دخالت نکنید. برای انامین گپ و گفتن یک کمتر دیگر مونده است. چون که بعضی از کارهای رفته ایستاده است که احتمال دارد نتیجه بدهد. احتمال دارد نتیجه بدهد و اگر نتیجه هم نداد برادر عزیز، و اگر نتیجه هم نداد، ما دستمان بالا است، ما دستمان بالا است، زبانمان دراز است. برای چی؟ برای آن که همین آخرین روندهایی که میبایست با طور آسایشته صورت بگیرد صورت گرفت و نتیجه نداد. این باید شود برادر عزیز. برای همین به این چی لازم است؟ جهانبینی سیاسی لازم است، دانش حقوقی بین المللی لازم است، به این فهمی مناسبت با جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی لازم است، فهمی دیپلماتی لازم است و الحمدلله که در بین مخالفین، خصوصا جایی که من میدونم پیمان ملی تاجیکستان، این گونه انسان ها هستند، آنها را شما نمیشناسید و آنها به همین هم راضی هستند که مثال گریم نامشان رو ندونید، فامیلشان رو ندونید، لیکن در خدمت مردم باشن، آنها کار کرده ایستادن. برادر عزیز، خب اکنون اینجاش معلومه سازمان ملل متحد، این طرف ها اروپا و آمریکا. خب وقتی که روسیه مداخله کنه چیکار میکنید؟ با این قدر حجت گذاری که شما مقصد در اروپا و آمریکا میکنید، برای اون که شما را تروریست و اکستریمیست اعلان نکنند، برای روزی که اگر دست به کار جدی زدید شما را از این طرف اینها تروریست اکستریمیست اعلان نکنند، اون طرف روسیه را چی میکنه که این طرف اون از همه بازیگر اساسی در منطقه ما این روسیه است، نه اروپا نه آمریکا. بله برادر عزیز، چیزی که گفتم مخصوص اتحادیه اروپا یا آمریکا نیست. مخصوص اتحادیه اروپا و آمریکا و دیگر سازمان‌های بین المللی، سازمان ملل متحد نیست. این به روسیه هم دخل دارد، به کشورهای آسیای مرکزی هم دخل دارد. خب نباشه در همینجا وقتی شما را هم نمیگیرم، اگه ما در واتساپ هستیم. باقی در امان خدا. سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید. تشکر زیاد که چون سوال‌های جالب دادید و ما جواب دادیم. ولی اگر امکانات باشد همین سخنان را از محیدین کبیری از زبان خود خدمت برنامه در مقصد شما شخصا خود سوال کنید، ما بیاد مردم حالا سراسیمه بد نشوید، حالا اندک وقت است برای با کارهای جدی گذاشتن. مقصد شما در فکرش باشید و اما پافشاری نکنین. مقصد که ما کدامی که این در این فکرها بسیار است در میان مردم، این گونه فکرهایی که مقصد بیا این با خون آمده است با خون گسیل کنیم. مقصد که محیدین کبیری کسی نیست که این هیاهوی ما او را تنتق کند، تنقید ما او را بشوراند و خودش را برای نشان بدهد و هیاهو کند که من این کار را کرده ایستادم شما ندیده ایستادید، من اون کار را کرده ایستادم شما ندیده ایستادید، یا اینکه مثال گریم این هیاهوی ما، داد و فریاد ما او را بشوراند. محمدین کبیری این خیلی انسان نیست. هر یک من فهمیدم این شخصیت بسیار آدم مقرری است و به نهایت آرام طبیعت است، ولی مقصد که مردم همین زیر کامنت ها رو شما اگر اهمیت دین، هم می نویسد که این حکومت با خوبی نمی رود، اینا با سلاح روان کردن در کار. مقصد همین گونه که اول محمد تقاوی برآمد کرد. من کار ندارم با شخصیتی او، اما با سخنهایش. مقصد که مثلی او هر زمان که سخن کنه دمون گرجستان در مثال میارده، اکنون باز سوریه را سر کرده است، بشار اسد.
مقصد که میگه مثل ما هم مثل او کنیم. مقصد اینجا دا بسیاری نفرات هست که مثل من نه دانش سیاسی داریم نه دنیوی نه اون طرف این طرف شد. مقصد که ما عقل ما هم از همین قدر دا میگیرد که مقصد این حکومت خوب را که نمیدونم این رحمان خود گفته است یا مردم چنین میگن که من با خون گرفتم وظیفه رو با خون آمدم و با خون میروم. مردم اکثریت راه حل را همین میبینن. برادر عزیز صدا نیست، صدای شما نیست. یعنی برادر عزیز من مقصدتون رو فهمیدم. کارهای سیاسی، فعالیت سیاسی یعنی چی؟ فعالیت سیاسی یعنی این است که قدمت رو دانسته میمونی، حرفت رو شماریده گپ میزنی، در کجا چی گفتنت رو دانسته میگویی، در کجا گپ زدن رو، در کجا خاموش ایستادنت رو میدونی و اینها تو رو پیش میبرد. و در سیاست هیاهو اینقدر رول مهمی سخت نمیبازد برادر عزیز. همین در بسیار چیها ببینید انقلاب رو کیا میکنن، به سر حکومت کیا میبیویند. یک گجوند جیم ایستادگی، خاموش بودگی، همه تنقید کرده میگشتگی که اینها گپ نمیزنه و کار نمیکنه، میخیل گفته میایستادگی و میبیون چشمک شده دیگه که آنها جوشون یافتند. برای چی؟ برای اون که همین پایدیوارها و همین فوندامنت هایی که گیرودارهایی که به میان آمد، همین خاموشک های همینو زیر بار تنقید موندگی ها پایدیوارش میمونند و بیناش میریزند و خاک اندازانش میکنند. برای همین دوستان عزیز این مسئله با این سادگی نیست. با این سادگی که مثال گیریم یک دومولو میبرد هیاهو میکند، یا اینکه یک بلاگر میبرد هیاهو میکند، با هیاهوی بلاگر، با هیاهوی من، با هیاهوی یک یا دو دومولو، با هیاهوی یک دو مثلا گیریم شبکه اجتماعی دار مخالفت نمیشود. شما تصور کنید که همین مخالفین در برابر کی است؟ در برابر یک حکومتی است که آرمیه دارد، وزارت مدافعه دارد، یعنی وزارت مدافعه دارد، پروکراتور دارد، وزارت کارهای داخلی دارد، امنیت دارد، تیر دارد، توپ دارد، تفنگ دارد. یعنی عموما حکومت داره، یک سیستم دارد. غیر وجدان تمام چیز را دارد. تو با او سربسری، تو با او سربسری باید قدمت دانستگی باشد، تو هر یک حرفت چیندگی باشد و چی گفته ایسادی، چی کار کرده ایسادی باید بدانی. برای چی خودت رو قربان میکنی؟ برای چی اهل عائلت رو قربان میکنی؟ برای چی خانه و جایت رو قربان میکنی؟ برای چی مثلا گریم تو گپ میزنی اهل اولادت میسوزد، میپزد، خانه بدوش میشود، سرسام میشود، سرگردان میشود، یکیش رو میبرن زندان میکنن، دیگرش رو میکشن، دیگرش رو خانهش رو کشیده میگیرن، اهل اولادت رو بی خانه بی جو میکنن. تو باید همین قدمت دانسته مونی. و کجا رفته ایسادی باید بدونی، چیکار کرده ایسادی باید بدونی. یعنی نصیب فقط هیاهو بکنی، 4 کس به تو لایک ماند، 200 کس تو رو تماشا کند و گپت رو بله بله گوید. برای همین یک بار رزولتاتش برکشیده به این که آیا همین قدری که تو از دست داده ایستاده به همین 4 هیاهو در ترازو برکش دارد یا ندارد؟ نه برادر عزیز. برای همین اینجا مخالفت مقصد عالی است. مقصد این خیل به این سادگی نیست، به این سادگی که ما میاندیشیم نیست. مقصد به تمام آگاهی دیگرگون کردن تاجیکستان است. دیگرگون کردن تاجیکستان است. حالا اینها چند دو خواهر برآمدن مثلا گریم زید یک دیگرشون گپ زدن تو این خیل. این گپ ها سیاست نیست برادر عزیز. این حالا خواهش میکنم همون جایی همین خیل دود فریاد میکردگیتون یا بهتون رفته دود فریاد کردید. در این جایی که من برنامه میکنم بیایید فقط در غم تاجیکستان باشیم، در غم تاجیکستان باشیم و به کمبودی های یکدیگر چشم پوشیده توانیم، یکدیگر رو تحمل کرده توانیم. حالا همین جا تو حکومت نداری،
یک کورچه مشکشک در دستت نداری، تو خودت مهاجری در بدری، در دستت هیچی نیست، تو میری درباره ترمه کردن و فلانچه غلام کردن و فلانچه کشتن و بی‌اسمدانی کردن گپ میزنی؟ این چی گپ است؟ ها حکومت دار شوی باید چیکار میکنی؟ بیست تاجیکستان پخته میخوری؟ این طور نمیشه دوستان عزیز. باید ما تاجیکستان برویم، امانی بیاریم، آسایشتگی بیاریم و به مردمی تاجیکستان سربلندی بیاریم. من به شما برادران عزیز در دستم هیچی نیست، هیچی ندارم، یک چوپان بچه‌ام، لیکن این باوری رو میدهم که این رو من نمیکنم، مردم خودش رو میدهد. این باوری رو میدهم که همون روز حکومت امام علی رحمان برطرف شد، پگاهش مردم برخدار میشن. این سخنهای شما میدونید یاد من چی اومد؟ همون 54 سال پیش حکومت جمهوری اسلامی ایران هم وقتی که انقلاب اسلامی اعلان کردن این وعده ها رو کرد افغانان. این وعده نیست برادر عزیز، این وعده نیست. من از یگونجا آورده من گفته نمیتونم، نمیتیم. همین چیز مردم دارد. مردم باید این بداند که همون برقش دارد. همون روز همین حکومت برطرف شد، همون برقش میگیرد. همون برقش. این مخالفین فرض کردیم ان همین حکومت امام علی رحمان برطرف شد، همین مخالفین هیچی داده نتونستن، مردم حق خودش رو گرفت. همین بس که در 10 سال من بعد تاجیکستان خیلی خیلی ترقی کند. همین مخالفینی که همینجا هستن هیچ کار کردن نتونستن، همین مردم سر بالا کرد. از همین حکومت رو به دست گرفت، اداره حکومت رو مردم خودش به دست گرفت. مردم میتوند برخ خودش رو داشتگی باشد. یک. دویم، تمام ثروت های زیر زمینی، ثروت های تاجیکستان رو صاحبی کند. حالا اون روز شما اهمیت داده شدگی باشید وقتی که گفت که قمچیبک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت که من 125 میلیارد دلار از کروپسیه به حساب بودجه قرقیزستان برگردانیدم. من گفتم که این بلیفوت میکند. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفت که خیلی به حقیقت نزدیک است. شما نگاه کنید چقدر کنهای طلایی قرقیزستان در دست خطایی ها بود برگرداندن. چقدر مثلا گریم ثروت های زیر زمینی قرقیزستان در دست خارجی ها بود، انگلیس ها بود، برگردانیدن و همه این رو حساب کنید اگر میرود به این. گفت که خیلی به واقعیت نزدیک است. شما میدونید 125 میلیارد دیگه قرقیزستان برگردانیده است. 15 ساله بودجه قرقیزستان است. اگر زیاد شوی طبیعی یعنی اهالی رو به نظر گیریم کمش 10 ساله بودجه قرقیزستان است. ان حال بودجه قرقیزستان 8 میلیارد دلار است. یک سال بودجه قرقیزستان، یک سال بودجه تاجیکستان 4 میلیارد دلار است. یعنی بودجه قرقیزستان 2 برابر بودجه تاجیکستان است. اما از حساب سری کسی 3 برابر بودجه تاجیکستان است. به هر یک سری اهالی قرقیزستان بودجه قرقیزستان 1200 دلاری میرسد. به هر یک سری اهالی تاجیکستان بودجه تاجیکستان تقریبا 375 دلاری میخیلی میرسد. 380 دلار میخیلی میرسد. شما میدونید همین چیز به مردم برگردانیده شود چه خیلی. چرا قرقیزستان از ما چی شاخ دومی علاوه‌ای دارد که بودجهش 2 برابر ما با داشتن اونها 7 میلیون اهالی دارن، ما 10 میلیون اهالی داریم. با داشتن 10 میلیون اهالی ما 4 میلیارد دلار یک سال بودجه داریم. قرقیزها با داشتن 7 میلیون اهالی 8 میلیارد دلار 2 برابر ما بودجه دارن. چرا ما اقلا برابر قرقیزستان نمیتونیم برای 7 میلیون اهالی 8 میلیارد دلار بودجه سالانه داشته میتونستن، ما برای 10 میلیون اهالی 4 میلیون داشته میتونیم، اقلا 10 میلیارد نه. چرا؟ باز هم با رحمان برگشتن میرود. باز هم با رحمان 1000 دلاری نه. برای اون که برادر عزیز مالکیت کشور
دارویی کشور به یغما رفته ایستاده است. اکنون مثال گریم که از همین با قیاس با قرقیزستان تونست است که زیاده از $1200 بودجه شرکتی داشتگی باشد. ما 380 دلاری از این میبروید که تقریبا ما همین قرقیزستان چی رو تواند ما همین رو میتوانیم. چه قدرت داشتگی باشد قرقیزستان، ما همین قدرت رو داریم. از ما زیادتی قرقیزستان نه نفت دارد نه گاز دارد، یکون چیزی علاوگی یکون چیزی زیادتی از ما ندارد و ما از وی زیادتر داریم که داریم، کم نداریم. اما قرقیزستان از این میبروید که در یک سال 6 میلیارد دلار مردم دزدیده میشود در تاجیکستان. هیچ نباشد، هیچی نیست. 6 میلیارد دلار مردم دزدیده میشود. اگر همین حکومت برکنار شد، همون سال برق تامین میشود، همون سال خودش و همون سال خودش بودجه تاجیکستان 2 برابر میخیزد. هم تو بروی طبیعی هیچ کار نکرد مخالفین، 2 برابر میخیزد بودجه. هم تو با قیاس با قرقیزستان. فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ برای همین مهم اینجا مهم حکومت باید مردمی شود و حکومت مردم کوشش کند حکومت رو به دست بگیرد و این غدار و این ظالم باید از سر حکومت برود. فهمیده شده؟ در همین گرد اطرافی همین ما در حکومت همین است همین حکومتدار نمیرود نرود میروانیم انشالله. اما همین میگم درباره همین نرود انشالله میروانیم. همون وقت رواندنش هم نزدیک شدگی است. نرود انشالله میروانیم. ما برای همین هستیم. جانمون، خونمون، درمون، فرزندمون، خیشمون، تبارمون، برادرمون، همین چیزا پرواش نداریم. به همین خاطر که ما به همین مقصد که اقلا خودم قربان شوم، خودم بمیرم هم، یعنی آیندهم تاجیکستان وطنم، هم وطنم نفس آزاد بکشد. برای همین هستیم و دیگه چی داریم؟ دیگه برای چی هستم این؟ اگر همین نبود چرا است؟ سلامت باشید برادر عزیز. زمانوف بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت به حد شرح خوب داده. همین برادر که با پیوست میکرد خوب بود. این برادرم به حد گفتگو خوب بود. مثلا شما فقط همین گپ میزنید باید که شما پیشتر در واتساپ یا که در تلگرام یک گروه می‌سازید و کم کم مردم جمع میکردید، یک گروه تشکیل میشید، میفرستیم بر ضد ظالم. مردم تاجیکستان مردمی که هجرای در دیگه دولت بگیشن همش سرجم کرده بر ضدش خیزوندن نکنیم. لیکن در این بین یک آدم دانای در بود که ما را راهبری کنه. خب مثلا من طایف من دیگر برادرای هستم که میخواهند این کار انجام بتیان تو این کار تشکیل کنند. هستیم ماها. من این برادر در بین گپی برادر بودم که در آمدنی شدم که شما پیدا نکردیم. میخواستیم که یک کاری کنیم که سرجم شویم که دیگر بر ضدش کردیم. دیگر فقط اینجا یک آدمی دانا دست بود. سلامت آزیمه باشید هست. برادر عزیز. هست صدایتون برادر عزیز بفرمایید. خب اینم خیلی مثلا بسیار گپا رو در اینجا گفتن در کار نیست و خیلی گفت و مقصد من نیکم سرجم شدن در کار تو. مثال برآمده شما مبارزا در حقیقتا شماها ما را مرد کردین در این رو. مثلا برنامه های پیمان و برنامه های شما و برنامه های اصلاح و برنامه های صدای مردم و حق و باطل، همین برنامه ها ما را مرد کردین. در همین راه ما تیار هستیم که مثال
سرجم شدیم. سلامت سرجم باشید شدن برادر عزیز. زنده باشید، سلامت باشید. یک نفر ما موسفید بفرمایید. باید الو، من این با تکراران در اومدم همون گپایی که همون بچه های گفتن من همون وای کرده خلاصه برآورده گپ زدنیم. همه همین کار می شود لیکن شتابکی آوازتون نیست. فقط خواهش میکنم ایخ چند باشه در طول 1.5 دقیقه همین ماکسیموم 3 دقیقه. گپ در همین که اگر خواهید که همه همین کار به خونریزی گذرد اول خودی انسان باید خودش اصلاح کند و یگان کس یگان گپی بیهوده به سوم نتید. اول دستگیری نکنن همون کارکنای حکومت ها و بر دروغ دستگیری نکنن. بعد حقوق خودشون باید که طلب کنن اگر بر وقت شدنی باشد. وقتی که تمام مردم یک جای یک فکر میشن از پی یک دیگرشون باشند یک دیگرشون دستگیری کنند در درون همین تاجیکستان انا همین وقت به خون شوری وقتی که هیچ کس اگر به گفت علف نپرتوید شیر نمیگیرید. فهمیدید؟ برای انا همین شما باید که خودی هر یک انسان خواهید که بر وقت همین کارو سر شود همسایتون رو برده محکم کردن می از پسی وی روید 10 15 20 جمع شوید. خیلی که وی دخترک گفت نه یک تا خاروق به نه در تمام تاجیکستان آواز برارید. برای چی؟ سبب چی که اینا محکم میکنید؟ این چی گپی ناحق گفت؟ از کجا تو به سوم یافته تیاد چه طرفه که تو میکنی؟ انا همین وقت با کالتک میشود به خونریزی. لیکن اگر شما به جبر کنن مجبورید که شما هم خونریزی کنید لیکن تیاری در کن شتاب کردن که تی کار نمیشود. بعضی بیسوادهای چی اینجا برآمده موسفید بیسواد اسمشون میگن گپم نوشته سوان من فرق ندارد چیزی گویند من نشناسند. من حاضر این بچه گفت که 10 سال پیش برآمده شما باید همین کار را تشکیل میکردید. همین کار در وقتی که همین رحمان اومد در وقتی که همون قوشین هاش هر جا پرتفته گلوبیزاسیون سر کرد بعضی آدم ها گفتند که شما خوشامدگویی نکنید برای کمیسی گوسفند نکشید شما اینا دستگیری نکنید شما اینا به ضیافت ندید باید دولتی تازه باشد. لیکن همون دومله هم گرفته همون کمیسی برده در مسجد همون با خوشامدگویی کرد همون بلنیسه هم برده تا حاضر با فریاد میکنند که بیا همون لنتی چیه بریده مون خودشون میپوشند مردم فریاد میکنند کمیسیه. این خیلی نشدیست. یک کار کنید سمستیت یلده کنید برای انا همین گوش نکنید. تمام گپ من تمام بر وقت میشود همین کار گپ شما نمیپید.
گفتن صدا نیست. دوستان عزیز میبخشیدون دوستان عزیز ببخشید. صدا آمد؟ دوستان عزیز صدا آمد؟ دوستان عزیز صدا پیدا شد؟ گفتن صدا پیدا شد. نگاه کنید. بنامین انا که خیلی چیزهای عجایب گفته بودم، افسوس که صدا نبوده است. حالا باز دوباره تکرار میکنم. بسیار خوب نگاه کنید. به همین حالا یک بار دیگه احمد میدیم به گپ‌های ناظر یادگاری، رهبر دفتر مطبوعات جمعیت سهامی کشاده هلدینگ دولتی شرکت برق تاجیک که در نشریه جمهوریت، نشریه دولتی جمهوری تاجیکستان، نشریه جمهوریت چاپ شده است، به او احمد میتیم. ناظر جان یادگاری میگوید که وقت در فصلهای گرم مجرای دریای وخش زیاد است. نیروگاه نورک تنها از حساب مجرا کار میکند و آب زیادتی در آبانبار برای تیر ماه و زمستان ذخیره میگردد. طبق حسابات آماری در فصلهای گرما و سیرابی دریا به آبانبار نورک در هر ثانیه تا 2000 متر مکعب متر آب جاری می شود. در دوره زمستان واردات آب تا به 150 متر مکعب می رسد، ثانیه کم می شود و با سبب آن که برای پر کار کردن نیروگاه برقی آبی نورک تا 1200 متر مکعب ثانیه آب ضرور است، لازم می آید از آب ذخیروی یعنی آبانبار استفاده برد. دوستان عزیز، به این گپ‌های ناظر جان یادگاری من یگان ملاحظه ندارم، درست میگوید، اما در اصل تماما نادرست است. اصلی کار به اهمیتیت تماما گپش نادرست است. نگاه کنید، آبانبار یعنی چی؟ آبانبار خودت گفته شده که وقت در فصلهای گرم مجرای دریای وخش زیاد است، نیروگاه نورک تنها از حساب مجرا کار میکند و آب زیادتی در آبانبار برای تیر ماه و زمستان ذخیره میگردد. آب زیادتی رو باید ذخیره کنی. بله ذخیره کن اخیر. طبق حسابات آماری در فصلهای گرما و سیرابی دریا به آبانبار نورک در هر ثانیه تا 2000 متر مکعب آب جاری می شود. در دوره زمستان واردات آب تا به 150 متر مکعب ثانیه کم می شود. انا شما نگاه کنید. همین ناظر جان یادگاری خودش یا تو پای است یا همین نیروگاه برقی آبی نورک ساختگی ها تو پای هستند. اگر آنها تو پای نیستند، به فراست نیستند، ناظر جان یادگاری تو پای است. برای چی؟ برای آن که وقتی که نیروگاه میسازی، وقتی که نیروگاه ساخته می شود، از کجا باید مجرای آب را بندی اون را به حساب میگیری. متخصصان میبیاین 1 سال 2 سال اقلیم را چین میکنن، تغییریابی آب و هوا را چین میکنن. این سال هوا کم، بارشات کم شد، چقدر آب در دریای وخش جاری شد. این بهار مثلا گریم فلان متر جاری شد. در وقتی بارشات چقدر آب می رود، در وقتی خشکسالی چقدر آب می رود، در بهار چقدر، در زمستان هوا یخ کند چقدر آب در دریای وخش جاری می شود. اینها را می سنجن 1 سال 2 سال 3 سال. بعد می بینن که از کجای دریای وخش یا که دریا پیش دریا مجرای دریا رو بندن و برای استعمال کنه فلان قدر استعمال کننده ها این فلان قدر برق تقریبا استحصال میکند. این قوه آب دولین یعنی فشار آب، همه این رو به اینوبت میگیرند، میسنجند. اقلیم، دیگر گونشوی باد و هوا، همه اینها رو 2-3 سال میسنجند. بعد مجرای آب رو، پیش آب رو میبندن، نیروگاه میسازند و از همین میدونن که در همین مجرای بستگیشون چقدر آب جمع میشود و چقدر برق
میدهد، حتی با ذخیره هایش، با به حساب گرفتن ذخیره هایش، با به حساب گرفتن خشکسالی، با به حساب گرفتن پربارشاتی، همه اینها حساب میانه دارند. برای همین آب انبار میسازی، پیش آب را میبندی. ناظر جان یادگاری، اگر گفتی که زمستان شد آب یخ کرد، به دریای وحش آب نآمد و برای همین ما برق داده نتونستیم، دروغ میگویی. همین نیروگاه برقی آبی نورک از همون زمان ساخته شدنش به چی قدر اهالی برق داده ایستاده بود، گزارش ته بگو که به همین قدر اهالی حاضر برق داده ایستاده. انا همین قدر کلوته که نیروگاه برقی آبی نورک استحصال میکرد، حاضر هم استحصال کرده ایستاده است، کم نشده است. باز رستوراسیون شده است، بازسازی شدگی است، اقتدارش بلند شدگی است از زمان شوروی. تو بگو که اقلا در دوران شوروی برین نیروگاه برقی آبی نورک برق داده ایستاده است، یعنی همین رو بگو. خشکسالی آمد، آب پایین فرو آمد. در دوره اتحاد شوروی همین گپ بود. پایین فرودم حساب میانه داشتن، بالا برادم حساب میانه داشتن. یعنی به یک حساب میانه این نیروگاه فلان قدر اهالی را یا فلان قدر کیلووات مثلا گریم یا میگاوات برق میدهد و فلان قدر رو به برق تامین میکند. این خیلی استراتژی شدنش در کار در نیروگاه. یا دو چرخه نیروگاه برقی آبی روغون چی استحصال کرده شده است؟ چقدر اهالی رو میتواند به برق تامین کند؟ این رو بگو. 280 نیروگاه خرد و میانه به چه قدر هستند؟ این رو بگو. برای چی ساختین؟ چگونه سنجش گذراندین؟ کم شوی آب، زیاد شوی آب، بارشات، لایقه، وقتی آب پیش بستن چی کاربری شد؟ 280 نیروگاه خرد میانه ساختن، سنگتوده یک، سنگتوده دو ساختن، مثلا گریم نیروگاه روغون ساختن، با دو نیروگاه دیگر ساختن. نیروگاه نورک بازسازی شد، نیروگاه قیراقم بازسازی شد. باز چی موند؟ به یک نیروگاه نورک همه رو تامین میکرد، در حالی که 40% قوه برق نیروگاه نورک رو زواد الومینی میگرفت. با وجود همه همین اهالی تاجیکستان تامین بدن و درست است. یعنی شبکه‌ای اداره یگانه مثل کشورهای آسیای مرکزی وجود داشت در دوران اتحاد شوروی و حالا هم گفته شده که ما پیوست شدیم. با وجود پیوست شدنتون هیچی نتیجه نیست. کار کرده ایستادید شما؟ کی رو فریب میدهید؟ کی رو فریب میدهید شما؟ نیروگاه برقی آبی نورک همان بود که هست، برعکس اقتدارش بلند شدگی است. سنگتوده یک چی شد؟ سنگتوده دو چی شد؟ نیروگاه روغون چی شد؟ دو اگریگاتش به کار در آمدگی است. برای همین دروغ نگویید، مردم رو فریب نکنید. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله، فقط شما میگویید که آب کم شد، یخ شد، کم شد، یخ شد، کم شد. امام رحمان فقط سازمان ملل متحد میرود میگوید نصف پریاخوی تاجیکستان آب شده رفت، پریاخو آب شده رفته ایستادن، این مصیبت بزرگ است. همه پریاخوی آب شدگی کجا میره؟ کجا رفته ایستاده است همه پریاخوی آب شدگی؟ به آب انبارها می پیش راهش بستگیتون می بستگی. همون پریاخویی که به دریای وحش جاری میشن کجا رفته ایستادن؟ تو گفته ایستاده که در بهار، یعنی چی؟ و آب زیادتی در آب انبار برای تیر ماه زمستان ذخیره می شود، ذخیره می گردد.
خیر همین پریخ‌های امامعلی رحمان وایمه کرده ایستادگی هر سال فلان کیلومتر پریخ کم شده ایستاده است. همینا کجا رفته ایستادن که شما ذخیره نمیکنید؟ امامعلی رحمان بیرون میبرد، از کشور بیرون میبرد، این خیلی گفته واهمه میکند. شما در تاجیکستان میگوید یخ آب نامده ایستاده است. همه جا یخ کرده ایستاده است، آب نامده ایستاده است. همون توپای گیس ساختگی ها، نیروگاه ساختگی ها در همون دور و زمان یخکنی نبود که به حساب نگرفتند. ناظر جان یادگاری این گپا رو به شما کی یاد داد؟ اوه پیر شدید، یک پایتان لبی گور شرم نمیدارید؟ سلامت باشید دوستان عزیز. همینجا برنامه ما به پایان میرسد. یک و یک شما رو به الله پاک میسپارم. از شما معذرت میخواهم که وقتی یک چند دقیقه سخنرانی میکروفونم رو فعال نکردم، دستی تنهاییگی میکشم. این شب روزها دوستان عزیز ما در یک شرایطی تنگ اقتصادی قرار داریم. رسانه داری هم کاری آسان نیست و این شب روزها ما 2-3 سال پیش میتونستیم اکثریت کارهای خود رو بدون مبلغ به سامان رسونیم و امروزها هر یک نقطه رو میپرسی پولت میگد، هر یک ویرگول رو میپرسی پولت میگد. برای همین حالا شرایط های خیلی تنگ داره و امیدواریم که بدون پولت گفتنی مردم یا بدون هر گونه گردن کجی های و هر گونه نیازمندی های و هر گونه دست پیش بر کردن های و هر گونه گرفتاری ها کاری کنیم که این مشکل های ما هم برطرف شود و توانیم که از این بیشتر به شما برنامه ها، از این بیشتر به شما تحلیل ها پیشنهاد کنیم. حالا به اطلاع یکایک شما میرسونم که تماشابینان عزیز وبسایت خبری تحلیلی ما پیام تیوی حالا فعال شدگی است. شما می توانید خبر و گزارش های ما را هر روز در پیام تیوی پیگیری کنید و در اینجا رقم واتساپ ما، رقم تلگرام ما و نشانی پشت الکترونی ما در اینجا گذاشته شده است در فرق سری سایت پیام و شما میتونید از سایت ما استفاده کنید، خبر و تحلیل های ما رو هر روز بخونید و اگر شاهدی یکان رویداد یا حادثه شده در اینجا یک صحیفه تماس با ما است. شما میتونید نامتون رو نویسید، ایمیلتون رو نویسید، سرلوحه بمانید و نامتون رو بنویسید به ما بفرستونید و همچنین شما میتوانید اگر شاهد حادثه و یا رویداد شدید در حال آن را ثبت کنید توسط واتساپ، تلگرام و یا پشت الکترونی به ما بفرستونید تا اینکه جهانیان را، عالمیان را از اون خبری شما شاهد شده با خبر کنیم. اگر شما شاهد یکان حادثه و یکان رویداد شدید در حال تماس با ما را پخش کنید و اونجا رقم ما را پیدا کنید و یکان چیز خواستید، یکان ملاحظه داشتید، یکان پیشنهاد داشتید و ما توسط جیمیل بنویسید، توسط تلگرام میتونید تا 2 گیگابایت به ما ویدیو بفرستونید، توسط واتساپ نیز میتونید رولک های خرد و کوتاه بفرستونید و اگر یکان مطلب دارید، تحلیل دارید میتونید به جیمیل ما فرستونید تا اینکه اون را ما تحلیل شما را نشر کنیم و تحلیل شما استفاده کنیم. اگر خواستید که نام شما همچون نام مستعار استفاده شود، نام شما ذکر نشود، و این هم آماده هستیم و نام شما را ذکر نمی کنیم، با یگان نام مستعار تحلیل شما را پخش میکنیم. برای من از یکایی که شما خواهش میکنم که
در همکاری با ما فعال باشید. یعنی مخفیت نام شما، نسب شما، رقم تلفن شما کفالت داده می شود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکتی محمد در برنامه گفتگو که گفتگو با شما بود.